تکرار ملال ز روزگار خستم. شیام نبنی دفته و قشنگه کور لور تا دم مرگ چه شیر میجه هنگه چه شیر میجه هنگه زین برگم باونید ریمادیونم خبر مرگم بورید سی حال و هونم سی حال و هونم دایه وقت جنگ وقت دوستی باد فنگ اتار که بالا سرم پرشت شه ونگه پرشت شه ونگه. سکوهه یکی از مهمترین آثار ملی به سطح رسیده سیستانه. یه بهش بگم چرا. قلعه سکوهه بخشی از تاریخ چند صد ساله سیستان از قاجاریه و زنگی و افشاریه رو به خودش دیده. بنیانگذار این قلعه خاندان سرابندی بودند که در فرآیند مهاجرت در زمان نادرشاه وارد سیستان شدند. این قلعه در زمان ناصرالدین شاه مرکز مبارزه با استعمار انگلیس بوده. همچنین در مبارزات بین ایران و بریتانیای کبیر پرچم ایران توش به اهتزاز در اومده. این قلعه دارای 3 تا ارگ شمالی، میانی و جنوبی بوده که مهمترینش ارگ شمالی یا فلکسره که محل استراحتگاه پادشاه و همراهش به شمار میرفته. این قلعه دومین سازه بلند دشت سیستان به شمار میره و معماری اون به دوره افشاریه برمیگرده. چرا به این قلعه میگن سکوهه؟ اگه میدونی کامنتش کن. امروز میخوام برنامه آقای آرمین نوابی و آقای مازیار رو خدمتتون بگم کنم. علت این که من شروع کردم به اصلا فعالیتم در یوتیوب به این دلیل بود که خب من حدود 20-25 سال 30 سال تو دادگاه ها هستم. انواع دادگاه ها از سرقت گرفته تا ساخت و ساز تا عمومیت و تجربیات زیادی کسب کردم و هم حدود 3-4 سال مطالعه داشتم، حقوق از قانون اساسی و وظایف بازپرس اینا رو یاد گرفتم. بعد کم کم دیدم خب تو دادگاه بی‌انصافی زیاده و حقخوری میشه و هیچ کی هم نیست که به داد برسه. یعنی من تا جایی رسید که شما اگر پرونده داشته باشید میتونید که ببین اگر از رئیس قوه قضاییه بخواید که بررسی کنه 2% یا 1% امکان هست که موافقت بشه و این موافقت رو گرفتم خب در مشهد. ولی اونقدر این مافیای ساخت و ساز قویه که آقا پرونده رو خودشون خب گفتن که شخصیه دیگه، بعد پرونده شخصیه و رئیس قوه قضاییه وقت نداره که بیاد وقتشو حروم این بکنه که حالا پیگیری کار این باشه. به همین دلیل آقا پرونده رو خودشون گرفتن، نوشتن نه هیچ مسائل شرعی توش اتفاق نیفتاده و تموم خداحافظ. یه نامه هم زدن به رئیس قوه قضاییه تموم. نه فایده نداره. ببین پای بست میگن از پای بست ویران است. مشکل از پایه خرابه کار و ما هیچ کار نمیتونیم و فایده هم نداره. پس در نتیجه من تصمیم گرفتم اطلاعاتی که من دارم خدمت شما بگم و اینکه خب تجربیاتی که توی مسائل حقوقی کسب کردم. این تجربیات چی بود؟ تجربیاتی که دقت نکنید. هیچ وقت حواستون پرت نکنه. رو کلمات دقت کنید. ببین در یک جمله یارو یک کلمه میگه، با همون یک کلمه الان امروز خدمت شما همینو میگم و نشون میدم، با یک کلمه طرف میدونید که چی به چیه. حالا این اتفاق چجوری پیش اومد که من اصلا اومدم تو یوتیوب فعالیت کنم؟ من اصلا فعالیت نمیکردم حقیقتش، تا اینکه یه روز این آقای آرمین نوابی یک برنامه داشت نقد آقای امیر طاهری. امیر طاهری هم 30 سال من خب فالوورش بودم و فالوور که نه در واقع هر جا برنامه‌ای داشت من نگاه میکردم خوشم هم میومد. پیرمرد خوش صحبتی هم هست و لالایی میکنه برای آدم میبره تو رویا، توی عدالت اجتماعی، برابری و دقیقاً از اون هدف آدمو دور میکنه با این حرفا. خب با زهروزه اینقدر دمشون گرم، اینقدر وطن پرست پیدا شدن. این تو حال کجا بودن آقا؟
این مشکلات ما بدبختیایی که بچهای سیستان بلوچستان به خصوص دارن، همه جا دارن، ولی سیستان بلوچستان دارن توی گردخال میشیم ما. بعد هیچ که صداش هم در نمیاد. آقای طاهری چور صداش در نمیاد. من نگاه کردم فقط یکی دو مورد صحبت کرده بود اینقدر. ببینید پشت سرش من یه کلیپاشو که من دارم جمع کردم این موارد. خب بعد ایشون مثلا هر چیزی رو تحریف میکنه به نفع خودش، هر چیزی رو، یعنی واقعا تعجب آوره. خب تاریخ رو تحریف میکنه. ببینین مثلا با سکولاریسم مخالفه. Deuxième chose qu'il représente, c'est beaucoup de griefs assez vrais qu'on ne peut pas nier que le peuple iranien sentait. Le peuple Bien iranien, sûr, il ne serait pas porté comme il l'est si ça ne correspondait pas à un certain nombre de réalités. Certainement. Oui. Le peuple iranien, les gens comme moi d'ailleurs aussi, se sentaient comme, si vous voulez, des petits chiens de madame qui sont bien nourris, bien logés et caressés parfois, mais qui n'ont aucun pouvoir politique. Mais parfois, on préfère d'être un loup dans un désert vraiment tout seul, etc., d'être un chien de madame. Le Shah nous disait, vous allez m'écouter, vous allez dire rien, vous allez m'applaudir, etc. Je vais vous donner une vie économique plus prospère. Bon, d'accord, c'était en partie vrai pour au moins des classes moyennes et des gens dans les villes. Mais l'homme ne vit pas par le pain seulement, comme on dit en christianisme. Donc c'était vraiment le manque de respect, la dignité et le droit de faire ses erreurs, le droit de faire ses bêtises soi-même, mais après payer la note aussi. Et une grande nation comme l'Iran ne pouvait pas être traitée comme un petit enfant qui doit écouter le père tout le temps. Nous avons fait une terrible erreur, maintenant nous payons, d'accord. Il y a des centaines de milliers d'Iraniens qui sont morts, il y a la guerre avec l'Irak, il y a une révolution qui a déchiré le pays, il y a un débat terrible à l'intérieur de chaque famille iranienne qui continue, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une révolution, ce n'est pas un garde parti. ببین صحبتای خودش ها. مثلا من تمام برنامه‌اشو من 10 بار نگاه کردم تا متوجه شدم کجا داره دروغ میگه و کجا اشتباهه. ببین اینجا چسبوندن خودشون به پهلوی ولی خودش میچسبونه خودشو. بعد دیگه اینا که البته چیزی نیست. خب وقتی که وارد موارد خودش بشیم ببینید که چه خبره. ببینید اینجا، ببین این فقط مال نقد چیه؟ نقد توی تلویزیون بیانه. ببین تا اینجا من اومدم، ولی از اینجا به بعد میخواستم، این قسمت مهم بود، یکم قسمت عدالت و برابری در قوانین مشروطه خیلی مهم بود. بعد من به اینجا رسیدم دیدم سر و کله آقای کنگلو پیدا شد. آقای کنگلو چی میگه؟ صحبتای اونو گوش کردم دیدم آقای کنگلو هم که بابا به قول اصطلاحاً میگن فنتش باد میده. این پادشاهی میکنه، پادشاهی ابزاره، اینا نیاز به پادشاهی دارن، وگرنه این پادشاهی رو تحویل نمیگیرن. پادشاهی کیلو چنده بر اینا مجبورن. دیروز آقای مازیار هم میگفت که ما میریم یه پادشاه خودمون پیدا میکنیم. مگه رضا شاه پادشاه بوده؟ حالا کسی که تاریخ رو بخون ببین رضا شاه چجور پادشاه شد. ارزه میخواد چجور پادشاه شد رضا شاه. اینو باید یاد بگیری. قبل یاد بگیرین شما ببین آقای مازیار یه توصیه که برات دارم، تو برو همون قوانین اسلام رو تو بررسی میکردی، نقد میکردی. تو نمیتونی تو هر کاری بیای بهت یک پولی بدن بیای. البته توصیه است، توصیه دوست که نیستیم ولی هموطن همزبان که هستیم. ببین تو یک کسی رو انتخاب کردیم، آخه ببین بین پیغمبرها جرجیس انتخاب کردیم. ببینی اینجا نگاه، تمام این مزدورا و اینایی که از پول ما رفتن خارج و برای خودشون دارن اشغال میکنن، برای ما نسخه میپیچن، اینجا هست. خب اسکپتیک مثلا این کانادای مثلا مزخرفات فقط میگه. من ترجمه چقدر فالوورم اینا دارن. خب فخرآور، فرج سرکویی، بعد گلرو، این هرچی فاحشه و ماهشه بودن اونجا هن.
گل رو این مثلا تخم آخوندزاده مثلا رفته اونجا برای ما میخواد با جدایی طلبان مثلا همکاسه شدن. چه کسایی؟ الان ما امروز میخوایم به اینا بپردازیم چون طبق صحبت‌های مازیار اینا نقش مهمی توش دارن و تیک کلامایی که مازیار داره میگه خب فرق. من 10 ساله که برفاش گوش میدم، فالوورش بودم، بعد تعداد زیادی از ما فالوورش بودیم، بعد ما که دیدیم اینطوری شد واقعا دیگه به قول معروف کف کردیم. آقا اینم که دم خروسش زد بیرون، آقا تو دیگه چرا؟ ببین من گفتم من نه پادشاه خواهم نه غیر پادشاه خواه، هر کسی که یک مسیر درست رو نشون بده بگه آقا جان این درسته، نگاه میکنم بررسی میکنم بعد میگم آقا من هستم تو این مسیر. مسیر چیه؟ عدالت اجتماعی. پرونده‌های منو دیدید که عدالت اجتماعی. ببینید از هر شهری هست 7 رنگه، تو خیلی از زمینه هم هست این پرونده ها، تو یک زمینه نیست. زمین سرقت هست، زمینه تخلفات بهزیستی هست که کمپای غیرقانونی دارن توی شهرهای شمال و مردم رو به زور میبرن تو کمپا میچوپونن، به نیروی انتظامی با نیروی انتظامی در واقع قرارداد دارن. آقا هر کی تو خیان گیرش میاد میچوپونن تو کمپ، آقا بدونی که شخصیت یارو نگاه کنن که آقا ما مبارزه با ما مقدر میکنیم، هر کی فلان میبرن. و این اتفاق برام افتاده و اینا رو کشوندم دادگاه رشت. ببینین چرا؟ چون فقط به خاطر من بچه سیستان بلوچستان. آقا حتما تو یک چیزی میزنی دیگه. آقا به تو چه؟ میزنم نمیزنم اصلا به تو ربطی نداره. آقا ما رو دستگیر بردن و ما پیگیری کردیم، فرداش اومدن هر چی کیت زدن، آقا خبری، آقا ببخشید عذر میخوایم اشتباه شده فلان شده. اونجا بود که اون کمپیا به من یاد دادن آقا اینجا یه اتفاقا میفته، مثلا اینجا مثل زندانه، اگه تو رو آوردن که کسی رو نداشتی اینجا تموم کاره، اصلا هیچ کی نیست که آقا نظارت کنه بیاد بره. بعد کثیف، افتضاح، وحشتناک بود، وحشتناک. و من اینا رو از چشم دیدم آقا. بعد اونجا دیدم که اون موقع سومسرا آقا جانی بود فرمانده. وقتی منو خواست، ببینین طوری شد که طرفو آوردن به خاطری که من نامه زدم برای رهبری، نامه رو دستم دیدن، آوردن طرفو دستبند زدن، گفتن آقا اینو فلان میکنیم چیکار میکنیم فلان. دیدن نه من کوتاه نمیام. چیکار کردن؟ ببین سیاستو. زنگ زدن، یک از فامیلای من تو اطلاعات ایران شهر پیداش کردن، اون به من زنگ زد، پسر دایی پدرم بود، زنگ زد گفت فلانی بیا که اینا همکارن و کوتاه بیا و چی شده و چی نشده. من گفتم که اینا آقا اینا اصلا خودشون کار غیرقانونی میکنن. به هر حال آقا تا جایی که من اوکی ندادم، چون من یک بار برم توی کاری دیگه مشکل که بیام بیرون، دیدم که آشناهای منو تحت فشار قرار دادند، بسیار زیاد، وحشتناک. سربازم بودن. مجبور شدم، رضایت ندادم، مجبور شدم رفتم از اینجا، رفتم از سومسرا و گفتم هر کاری دوست داریم بکنیم دیگه. به جای من امضا کردم. خب اینه جریان، اینجا همینه دیگه. من برای همین میگم آقا عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی و جامعه از نظر من بر 2 اصل خوشبخت میشه. یک جامعه سالم بخوایم داشته باشیم، یکی کسانی که قانون اساسی رو مینویسن. به چه زبانی مینویسن؟ باید زبان ساده باشه. آقا من همه خیارات رو از خود سلب کردم، بالاخص غبن اگر چه افحش باشد، آقا بگو آقا تمام اختیارات خودم رو سلب کردم، هرچند که به سود طرف باشه، هر چقدر که افشع باشه نهایتش آقا مثلا 100 تومان باشه، از مثلا تو 10 میلیارد قیمت ملکت باشه به 100 میلیون خریده باشه، تو امضا کردی که بله قبول دارم. ولی اگر امضا نکنی همچین مطلبی رو، فردا میتونی بگی آقا من سرم کلا رفته، این قیمتش اینقدر بوده، من فکر کردم اینقدر، نفهمیدم فلان، متفاوت کارشناسی میکنم بهت میدن. ولی این اگه امضا کنی دیگه بهت نمیدن، تمومه، یعنی به همین تموم، خداحافظ. خب حالا اگه امضا نکنی قرارش بخورن، میخورن دیگه. من پرونده زیاد داشتم، بهتون یکی که نشون میدم. اومدن سرتاش هم آوردن گفتن آقا بررسی شد درست اوکی بود، حالا من امضا نکردم، وکیلی هم نداشتم به جای من امضا کنه. این جالبه، وکیلی هم نداشتم.
گفتم فلانی گفته متر 120 میلیون به متر 14 میلیون ملکی که اصلا ساخته نشده، یک زمین خالی بوده، متر 14 تومان خریدیم ما. خب پولشو بگیره به هیچ کی، خب یه قرون پولم رد و بدل نشده. آقا گرفتن. بعد حکم جلب منم دادم دست یارو من گفت این حکم جلبت 100 میلیونم باید اینجا بدی. برای چی؟ ملک تحویل ندادی. آقا ملک 2 سال هیچ. آقا دادگاه این بر فایده نداشت. دادگاه اصلا بررسی نکرد. گفت داوری. اینایی که اینم براتون بگم، اینایی که میگن داوری، هرگز داوری قبول نکنید تو پرونده، چون اونا نفوذ دارن، داورا رو میشناسن. بعد تو دادگاه طوری برنامه‌ریزی میکنن که پرونده همون داوری که مورد نظر دستش بره. اینا رو من دیگه تجربه کردم تو این سالها. خب بعد راحت دادگاه رأی میده. شما میگی خب از دادگاه من میرم بعد داور میرم، اگه حقمو خوردن دادگاهش کامل. دادگاه اصلا بررسی نمیکنه. 20 تا مزخرفات، 3 صفحه مزخرف فرمان نوشته که عدالت اجتماعی فلان. آقا عدالت چه ربطی داره؟ داوری اشتباه کرد، اصلا حق، ببین داوری اصلا حق رأی نداشته. نوشته اگر داوری حالت ریش سفیدی داشته، اگر داوری انجام شد و به نتیجه نرسید، یه قوه قضاییه اون رأی داده، رأی اون تایید کردن. آقا ما مثلا در مقام نمود رأی بده، اون قرار بوده کد خدامنشی باشه که فل بده. اگر نشد دادگاه تکلیف بده. آقا به همین راحتی. پس در نتیجه آقا قرار شما مالتون بخورن، میخورن، شوخی هم ندارن. 20 میلیارد من دادن تو رگ. خب و هنوزم که هنوز پرونده همینجوری هست و آواره. 5 سال ما آواره. حتی کراخونه اونم نمیدن. میگه آقا نمیدونیم، میتونیم برو شکایت کن. حالا تو برو 50 میلیون دیگه بده به داوری، بعد داوری هم به اون نفور دوباره به جریمه میخوره. در نتیجه آقا من دنبال عدالت اجتماعی هستم. اگر آقای پهلوی کوچکترین دروغی بگه من سری نقدش میکنم. پسر خالم هم نیست باشه اصلا، اونم همین، چون خودم زخم خورده بی‌عدالتی هم همیشه از روی عدالت حرفو میزنم و معتقدم. بعضی میگن آقا قضاوت کار ما نیست. نه، هر کسی که هر اتفاقی که میفته که روی زندگیش تاثیر میذاره حق نقد داره، حق اعتراض داره، حق قضاوت داره. چون اگر قرار باشه روی زندگی من تاثیر بذاره، من چه نگم که من در جایگاهی نیستم. چرا در جایگاهی نباشم؟ در نتیجه آقا اینجا نگین که طرفداری فلانی میکنین، طرفداری هر کسی که حرف حقو گفت من طرفداری میکنم. طرفداری چی؟ من طرفداری هم نمیکنم. من اون حقی که گفته اینجا اثبات میکنم که آقا اینجا این اینطوری گفت، این دروغ گفت. اونم با مدرک، نه الکیه به قول معروف از باد معده. آقا باید مدرک. بعد توی سیستم زندگیمون کلا توی دادگاه 2 نوع مدرک داریم. یکی مدرکی که تو ذهن خودمون میگیم ما آقا مدرک ما داریم، مدرک میریم دادگاه پدرشو در میاریم. اونجا که میریم مدرکات 2 قرون نمیارزه. برای همین از قدیم اون قدیمی‌ها گفتن مدرک محکمه پسند داشته باش. محکمه پسند اینی که مدرک محکمه پسند باید بفهمی چی رو باید کسب کرد. حالا من این تجربیاتو در اختیارتون میذارم و امیدوارم که بهش نیاز اگه دارین نیازتون رو تا حدودی برآورده کنه. هرگز به وکیل اعتماد نکنید، هرگز، هر کی میخواد باشه. من اینقدر وکیل داشتم توی مسیرها. وکیل من مثلا 30 میلیون 35 میلیون اون زمان دادم که الان 300 400 میلیون ارزشش. بعد دادم. بعد قرار بود که بیاد مشهد. وکیل خیلی خوبی هم بود. وکیلی بود که 200,000 تومان بهش اضافه داده بودم بهم برگردون. نه این حق من نبوده. ولی اونجا چون تو قرارداد نوشتم مشهد بیاد، بعد من اصلا پرونده به مشهد ربطی نداشت. طرف ادعا کرد که آقا این آقا مثلا محجوریتش در چیز بوده، در یک شهر دیگه بوده، باید اونجا بریم ما پزشک قانونی دوباره بررسی کنه. حالا این یارو بررسی هم کرده بودن، 4 تا شهر بررسی کرده بودن، خود ساری گفته بود اینطوری. بعد یهو ساری طرف چون ببین مافیای ساخت و ساز کردن، طرف چون سازنده بود، طرف این یارو که من قیمش شده بودم سازنده بود. سازنده گردن کلفتی هم تو مشهد هم هست. آقا گفتم سر این کلا گذاشتین محجور و فلان اینا. آقا پرونده محجوریت رو خوردن. گفتن این فقط 10 روز محجور بوده که چی تایید بشه معاملاتش. میلیارد از اون بدبخت خوردن. به منم گفتن آقا این محجور نیست، خوش آمدی تو. نمیراتی اینا هست، پرونده‌اش هست. پرونده‌هاتون رو برابر اصل کنید و 10 جا نگه دارین. از روش سی دی بزنید، بدین دست فامیلاتون، آشناتون نگه دارن که یکی پرونده‌هاتون ازتون نگیره. بالاخره یک روز یکی پیدا میشه میاد، بعد میبینین که آقا میخواد بررسی کنه ببین حق کی، میگه هر کی مدرک داره بیاره که حقش رو بررسی کنیم ببینیم چی شده. اون موقع میتونی خیریار رو بگیری، اونجا دیگه جای فرار نداره. خب اینه که همیشه باید امید داشته باشید و منم که نقد میکنم بر اساس مدرک نقد میکنم، من رو باد هوا نیست. و
ایمانمو نمیفروشم. واقعا اگر کسی حق داشته باشه حقو بهش میدم در هر موردی. اصلا برام مهم نیست که برادرم باشه، هر کی میخواد باشه. پس بنابراین به من نگید که تو از فلانی طرفداری میکنی یا از فلانی. نه من یکی حرفی میده، هر کی یکی حرفی میزنه من میگم که آقا این حرف اینجاش اشتباه است، اونو من بررسی میکنم و مدرک ارائه میدم. حالا سر بقیه کلان نره که 10 سال بیان فالوور یکی باشن بعد یهو ببینین که دوم خروج زد بالا، این که اینجوری نبود، چی شد. تو هم جنگ 12 روزه 50 تا پیدا شدن، 100 تا پیدا شدن وطن پرست. این تا کجا بودن؟ یکی تو بی بی سی، یکی تو فلان، یکی تو من و تو. به هر حال وطن پرستای اینجوری هم میخوام بگم آقای آرمین وقتی یکی بهت میگه من اینو نمیشناسم، بگو سوال کن ازش، بگو آقا تو فردوسی رو میشناسی؟ همین غیر منتظره میگه بله این شعری هم بله آیه شعر برات میخونه. آقا اگر تخت با منبر برآور شود همه نام ابوبکر عمر شود، تباه کرده این رنج های دراز، نشیبی دراز است بله به به. خب حافظم بلدی ها، حافظم بلد میگه دو تا شعر. خب تمام. بعضش میپرسه تو مگه اینا رو میشناسی؟ چی آدمیه؟ بعد میگه خیلی آدم با سوادی بوده، فلان بوده. حافظ چی؟ سعدی چی؟ خیام چی؟ خیلی با سواد بودن و علم و فلان و این و از کجا میشه؟ تو که ندیدیش که. میگه آقا کتابش خوندم. خب دفترچه اصرارم همینه، اصلا نیازی نیست که تو بفهمی کی نوشته. آقا بقال سر کوچه نوشته، مهم نیست. مهم اینه که مطالبی که توش چیه، چقدر به انسانیت نزدیکه، چقدر به زندگی ما برای رسیدن به عدالت اجتماعی چقدر مهمه، چقدر نزدیکه به اون، چقدر میفهمی ازش، چقدر فارسی نوشته که بفهمی. این مهمه، نه اینکه کی نوشته. اصلا مهم نیست کی نوشته باشه. آقا یه سیکل نوشته، اصلا مهم نیست، مهم اون مطالبشه. برای همین همیشه من دیدم توی مناظره ها آقا من که نمیشناسم، طاهری هم میگه من نمیشناسم اونا رو، بعد کنگلو میگه من که نمیشناسم، طاهری خوب میشناسه. چور تو فردوسی رو میشناسی بعد اینو نمیشناسی؟ بعد اگر دفترچه اصرار رو بپرس خوندی؟ اگه گفت بله خوندم، خب که میگی که چجوری بود؟ میگه من نویسنده‌اشو نمیشناسم. آقا تو فردوسی رو هم که ندیدی اصلا ولی میگی من میشناسم. چور اینا رو نمیشناسی؟ از مطالب روش چی در نظر گرفتی؟ آقا من شروع کردن دروغ گفتن. آقا اینجا گفته باید تمامیت ارضی رو دوباره نشونه گذاری کنیم. آقا نوشته تثبیت مرزها، تثبیت یعنی مرزهایی که الان داریم اونا رو محکم وایسیم که این مرزها جابجا نشه. بعد تو میگی اونجا ما که علامت گذاری کردیم و فلان. این طاهری میگفت، این کنگلو هم که همونه میگفت، همشون حرفشون یکیه. و چقدر خوش به حال اون پادشاه خواه که چه آدمایی. ببین اینا خنگم نیستن، اینا ولی چیزی تو دستشون نیست. بعد اینا به پهلوی نیاز دارن برای اینکه اون قانون اساسی مشروطه فقط توش نشون دادن بهتون که نوشته فقط باید پادشاه داشته باشه. پادشاه هم کیه؟ نوشته فقط پهلوی، نوشته مرخورد تموم شده. پس در نتیجه اینا بهش نیاز دارن. و اینجا مثلا آقای طاهری میگه که پهلوی نباید حرف بزنه، وقتی حرف میزنه چه کار میتونن بکنن؟ توصیه‌تون چه هست به ایشون و دیگر گروه‌های سیاسی که قرار با هم همکاری داشته باشن در این زمینه؟ اول توصیه من به ایشون و گروه‌های سیاسی و به ایشون این است که بیشتر مطالعه بکنید. ببینید قبل از اینکه حرف بزنید تا 10 بشمارید. همینطوری بیخودی نمیشه گفت. یه چیزایی که نمیدونی میگه خب من نمیدونم. این خیلی مسئله مهمی هستش. برای که هر حرفی که آدم میزنه به هر حال اثر میذاره روی این که بخوان از رژیم گذشته دفاع بکنم که قسمت آخر صحبتتون بود، مسئله مطرح نیست. برای اینکه ما که مدافع رژیم گذشته نیستیم، نه اینکه مخالفیم. من با رژیم گذشته موافق بودم، اینو از اول بگم براتون. برای اینکه گفتم رژیم شاه ممکن ترین رژیم برای ایران بود در اون شرایط، نه مطلوب ترین. من اگر انتخاب آزادی می داشتم اون رژیم رو انتخاب نمی کردم. من اگر انتخاب آزادی می داشتم اون رژیم رو انتخاب نمی کردم. من اگر انتخاب آزادی می داشتم اون رژیم رو انتخاب نمی کردم. ولی می دونستم انتخابم بین اون رژیم و رژیم آقای خمینی یه رژیم کمونیستی. و همیشه هم گفتم که در سیاست با مطلوبات مردم رو به قتلگاه میبریم، با ایدئال ها و آرمان پرستی ها به جنگ و انقلاب و کشتار و خونریزی میبریم مردم رو، با ممکنات زندگی مردم میسازیم. و آرزوی من همیشه این بود که بتونیم اون مملکت رو از داخل به تدریج اصلاح کنیم. ولی الان به هیچ وجه بنده یا همکاران وظیفه خودمون نمیدونیم، چون صلاحیتش رو نداریم و بضاعت و اطلاعاتش هم نداریم که بیایم از رژیم گذشته دفاع کنیم. 5 نخست وزیر سابق و اسبق رژیم گذشته در خارجن، اینا باید بیان دفاع کنن از رژیم. شما هم چاپ خواهیم کرد. بیش از 400 تا وزیر رژیم گذشته هستن، اونا بیان صحبت کنن. مقامات دیگه
اون چیزی که ما ازش دفاع میکنیم بدون تردید و با شجاعت کار چند نسل ایرانیه. میلیون ها ایرانی که تو مملکت کار کرده بودن که به خاطر یه نفر به اسم شاه یا 2 نفر یا 10 نفر یا ساواک یا ماواک یا اینجور چیزها کار اونا رو نمیشه تخلیه کرد. نمیشه گفت اینا بایستی آواره بشن از وطنشون، باید اعدام بشن، باید زندان برن، باید سر به کوه و بیابون بذارن. ما دفاع میکنیم از جاده‌هایی که در ایران ساخته میشد، از مدارسی که باز میشد، از کتابایی که چاپ میشد، از فیلمایی که ساخته میشد، از تئاتر و اپرایی که گذاشته میشد، از دختری که مدرسه میرفت در ده و حالا نمیره، از اون یارویی که در دسپول نشسته بود بمب رو سرش نمیومد، از اون خوزستانی که آقای صدام حسین نمیتونست به چپ نگاه بکنه. ما مسلماً از اون دفاع میکنیم، ولی این به هیچ وجه به معنای دفاع از رژیم یا اینا نیست. اون رژیم سخنگوهای خودش رو همیشه داشته و داره، وزرای اطلاعاتش در خارج هستن، مقامات دیگه‌اش در خارج هستن، مطالبشون رو باید بگن. وظیفه ما دفاع از دستاوردهای مثبت ملت ایران و از استقلال و آزادی ملت ایران. حرف میزنه با تا آرمین نوابی. من که مازیار بنی اسدی ام، چی باید بگم از خودم؟ چند ساله بگم، چی بگم؟ یه فعال سیاسی اجتماعی بگم، چه هر چی که نمیدونم دیگه. مبارزه با جمهوری اسلامی و استبداد هر روز فرق می‌کنه. درود و عرض ارادت خدمت مردم شریف ایران. قبل از شروع صحبتام بریم یه چند تیکه از حرفای این مرتی که مازیار بنی اسدی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم. شما پادشاهی خواها که نه، چون درکی از مفهوم پادشاهی خواهی ندارید. شما سلطنت طلبا. من نمیفهمم. اولا که سلطنت طلب نه، ما پادشاهی خواه، ما سلطنت طلب نیستیم و سلطان نمیخوایم، چون که برخلاف مغز پوک تو خدا رو شکر ما عقل و شعور داریم و میدونیم که واژه سلطنت از سلطه میاد. ما پادشاه میخوایم، ما شهریار میخوایم، نه سلطان، نه کسی که رومون سلطه داشته باشه. چرا شما فقط به جمهوری اسلامی نمیزنید؟ چرا شما فقط به اون کسایی میزنید که جمهوری اسلامی هم به اون کسا میزنن؟ جمهوری اسلامی دشمن خودش میدونه. بابا شما دستتون با هم توی کاسه است. شما با هم همکاری. سامانه سطح انطلب با سامانه جمهوری اسلامی همتون دستتون با هم توی کاسه است. خجالت بکشید. شما نگاه کنید تو قضیه همین نوبل خانم نرگس محمدی چیکار کردی؟ خودتون جر دادید. شما جدیدا شدید مسئول وزن مردم که چرا مردم چاق میشن تو زندان؟ بهش میگن قنباد، نشدید؟ بی شرفا بهش میگن قنباد. ببین آقای مازیار بنی اسدی، مسیر ما پادشاهی خواهان کاملا مشخصه. اگه مسیر استارت انقلاب از اینجا تا نقطه ایکس باشه برای رسیدن به پیروزی، اون نقطه ایکسی که پیروزی ماست توش یه سری مانع ها وجود داره. متوجه حرف من هستی؟ یه سری چیزا داره سرعت انقلاب ما رو کند میکنه. حالا منظورم کیا هستن؟ الان خودم بهت میگم. شما که میای از افراد حاضر در نشست ستای جایزه نوبل حمایت میکنی و میگی چرا ما پادشاهی خواهان اینا رو میزنیم، سوال من از شما اینه که چه کسایی در این مراسم حضور داشتن؟ از عبدالله معتدی شروع میکنیم، یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست کردستان که هدفش هم جدایی کردستان و تجزیه ایرانه، که از سال 62 تا 72 هم دبیرکل حزب کمونیست ایران بود، الان هم که دبیرکل حزب کمونیست است. نفر بعدی گلشیفته فرانی، یکی از بی‌شرف‌ترین آدمایی که تو زندگیم دیدم. به این توییت خوب توجه کن که واسط بخونمش. همین گلشیفته‌ای که تو میای ازش حمایت میکنی اینقدر بیشوره که نمیدونه پرچم شیر و خورشید چند صد سال قدمت داره و پرچم ملی ایرانه. اینقدر بیشوره که نمیدونه سلسله هخامنشیان اولین امپراتوری کل دنیا بوده. سلسله هخامنشی بزرگترین امپراتوری کل جهان بوده. زمانی که مردم بقیه کشورها چپ و راست خودشونو بلد نبودن و مثل حیوان قبیله‌ای زندگی میکردن، ما نیاکان ما امپراتوری داشت، ما حکومت و سیستم سیاسی واحد داشتیم. گلشیفته اینقدر بیشوره که نمیدونه همین حقوق بشری که کل دنیا دارن راجبش حرف میزنن توسط کوروش بزرگ در ایران به وجود اومد. منشور حقوق بشر مال ایرانه، ریشه حقوق بشر توی ایرانه. اینقدر بیشوره که نمیدونه قرن ششم قبل از میلاد در سلسله هخامنشی کانال سوئز امروزی توسط داریوش اول ساخته شد. همین کانال سوئز امروزی توسط داریوش اول ساخته شد. کانال سوئزی که یکی از تاثیرگذارترین کانال ها در صنعت تجارت در کل جهانه. البته شاید هم میدونه ها، ولی نکته اینجاست که ایرانی ستیزه. اسم ایران که وسط میاد کهیر میزنه. حرفای جدایی طلبانه مگه نشنیدی؟ در مورد نرگس محمدی همه ما پادشاهی خواها مخصوصا بانی یاسمین اومدیم مثلا سوال پرسیدیم، گفتیم آقا چجوری میشه که یکی مثل نرگس محمدی که 10 سال بچهای خودش رو ندیده میاد با آنجلینا جولی تماس میگیره؟ چرا این اتفاق واسه فاطمه سپهری پیش نمیاد؟ چرا این اتفاق واسه خالد پیرزاده پیش نمیاد؟ چطور میشه که توی اروپا دارن به مردم ایران میگن رهبر جنبش ملی ایران نرگس محمدیه؟ جان مادرت کی نرگس محمدی رو به عنوان رهبر و لیدر انقلاب قبول داره؟ کی؟
نظر در مورد عکساش با فائزه هاشمی چیه؟ به نظر نرگس محمدی یه شخص رفرمیست نیست؟ اینا تو خود باند هاشمی ان، اینا ضد رژیم ان، درسته؟ هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامیه، اما هدف بعدیشون چیه؟ هدف بعدیشون اینه که بعد از سرنگونی دوباره یه جمهوری دیگه سر کار بیارن که رهبرش هم نرگس محمدی باشه، حکومتی که با کلیت جمهوری اسلامی موافقه اما یه سری اصلاحات توش به وجود میارن. مثلا اسم اسلام رو برمی‌دارن، حجاب آزاد میکنن، دیسکو پارتی رو آزاد میکنن، مشروب آزاد میکنن و یه سری اصلاحات دیگه که توی قانون اساسی به وجود میارن، ولی با کلیت نظام موافقن چون که رفرمیستن. ولی یادتون باشه یکی از شعارهای اصلی پارسال ما این بود که میگفتیم این آخرین پیام هدف کل نظامه. چیزی به اسم اصلاح دیگه وجود نداره، تموم شد دیگه، اصلاح تموم شد. خدا رو شکر ما پادشاهی خواه هر حرفی میزنیم با مدرک و سند حرف میزنیم، بدون مدرک و سند به هیچ کسی انتقاد نمیکنیم. شما اینقدر گریده فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و توپ‌های رزمی، بسیج آتش، بسیج آتش. که ما شاکس کشانی داریم، بسیجی کشانی داریم، حرامزاده کشانی داریم و کشان کشانی داریم. باید بفهمد یه کشور براش آقا من میگم یک دونه آقا میفهم نمی کردم. من به خاطر فارسی که بلد بودم مترجم سیرا داینه زبان فارسی کارم بود که ایرانیانی رو که وارد کربلا می شدن، وارد عراق می شدن. ببین بذار بگم من کجا بودم. مرز مهران کجاست؟ من با خاک کشور خودم 40 متر فاصله داشتم. من این ور مرز ایران میکشتم. بسیاری از ایران به خوبی منو میشناسن، به خوبی منو میشناسن. این خودم نیست من قدرن از این ور اون ور بهم حمله میکنم. این کشیدمشون پایین، این بردمشون تو، حالا بنویس. من شما سوال هر چی که نگاه بکنیم نشون میده که چیزی که باعث پیشرفت یک کشور میشه، باعث پیشرفت ترقی یک جامعه میشه، دیدگاه‌های سکولار دموکرات و لیبرال هست و ملیگرایی هست، تمامیت ارضی هست، سکولاریسم که گفتم اینا هست و همکاری با بقیه جهان هست به جای انزواگرایی، رابطه با بقیه جهان هست و اینکه مردم ایران انقدر حامی شاهزاده هستن و اینکه شاهزاده خودش نشون میده که مردم ایران نگاهشون چقدر رو به جلوه و اینکه شاهزاده این دیدگاه ها رو داره. این دیدگاه ها ایشون رو یک شخص بسیار مناسب میکنن برای نماد چیزی که ما الان ایرانی‌ها می‌خواهیم. یعنی همین دیدگاه‌ها رو که داره، همین فلسفه رو که داره، این خودش خیلی کاربرد داره. بعد هم اگه نگاه بکنیم بیشترین همه آمارهای علمی نشون میده که شاهزاده از همه محبوبیت و مشروعیت بیشتری داره، برند ریکگنیشن بیشتری داره. اصلا هیچ گزینه دیگه‌ای نداریم کسی مثل شاهزاده که همچین قابلیتی رو داشته باشه که بتونه نماد اتحاد و همسویی بشه. حالا من اتحاد میگم منظورم نیست که همه مردم ایران متحد بشن، اصلا برای انقلاب هم چیزی هم غیر ممکنه و هم لازم نیست. من لازم جمع حد اکثریه، یعنی هیچ اسم دیگه، هیچ شخص دیگه وجود نداره که بشه یک همچین همبستگی مثلا نزدیک به این چیز. و چقدر شانس آوردیم که دقیقاً کسی که این قابلیت رو داره دقیقاً دیدگاه‌هایی رو داره که باعث ترقی و پیشرفت یک جامعه میشه. آره من یه سوال دارم. ببخشید من جواب ندادم. بگو جواب ادامه بده. بعد قابلیتی که شاهزاده داره برای رابطه برقرار کردن با قدرت‌های جهانی از همه بیشتره و از این قابلیتش خیلی با قشنگی استفاده کرده. قابلیتی که شاهزاده داره که با رسانه‌های بین‌المللی رابطه برقرار بکنه از همه بیشتره و هیچ کسی دیگه از توی ایران همچین قابلیتی رو در حد شاهزاده نداره. شاهزاده به محضی که مردم ایران اومدن پشتش و حمایت سرمایه سیاسیش، قدرت سیاسیش افزایش پیدا کرد به خاطر حمایتی که مردم ازش کردن. چون خیلی انتظار دارن شاهزاده‌ای که نه حکومتی داره، نه ارتشی داره، نه سربازی داره، نه خزانه ملت رو داره که بیاد یه کارا مثل امام زمان بیاد معجزه بکنه، نمیتونه این کارا رو بکنه. خب مثلا هیچ حکومتی اینا نداره. ولی به محضی که مردم اومدن بالاخره بعد از یه مدتی پشت شاهزاده و حمایت شاهزاده افزایش پیدا کرد، با اینکه سرمایه نظامی و سرمایه اقتصادی خیلی زیادی نداره ولی سرمایه مردمیش با همون سرمایه مردمیش که افزایش پیدا کرد تو 2 سال گذشته این دست شاهزاده رو باز کرد که خیلی کارهای زیادی رو انجام بده. مفتی رو تشکیل دادن، پروژه شکوفایی رو تشکیل دادن، طرح دوران گذار و دفترچه دوران گذار رو، دفترچه گارد جاویدان برای ایجاد نظم و تشکیلات داخل ایران رو تشکیل دادن، وبسایت کارزار ایران رو پس میگیریم برای اینکه ما بتونیم با هم هماهنگ بشیم، متحد بشیم، همسو بشیم و اون
QR کاری که اون QR کدی رو که درست کردن برای ریزش از بدن نظام که یکی از حیاتی ترین کارهایی رو که میشه انجام دادن. یعنی خیلی به محضی که شاهزاده سرمایه سیاسی لازم رو پیدا کرد، زیر 2 سال کارایی کرده که 1/1000 هم هیچ کسی دیگه انجام نداده و این نشون میده که شاهزاده اگه کاری رو انجام نمیده یا میداده به خاطر محدودیت‌هایی بوده که داشته. به محضی که ما از شاهزاده حمایت کردیم و سرمایه‌های سیاسی شاهزاده رو افزایش پیدا کردیم، شاهزاده در زیر 2 سال کارایی رو انجام کرد که واقعا شگفت‌انگیز و چشمگیر بود. و اگر هم از این راضی نیستیم و میایم میگیم که کارهای بیشتری باید بکنه، باشه میتونیم نقد بکنیم که بیام بگیم این کارو نکرده اون کارو نکرده ولی این کارا رو بکنه، که منم خیلی مشتاقم بشنوم که چه کاری باید میکرده که نکرده. ولی حتی اگه کاری هم نکرده که میبایست میکرده، اینو باید قبول بکنیم که نسبت به هر کس دیگه 1000 برابر کارهای دستاورده بیشتری انجام داده. یه چیز دیگه هم کار دیگه هم که انجام داده شاهزاده که خیلی عالیه و اصلا رقابتی نمیشه باش کرد، واقعا یه تیم کارشناس متخصص کاربردگرایی که دور خودش جمع کرده و به شدت عالیه. و یه نکته دیگه هم بگم برای شاهزاده، این همه اینایی که گفتم فقط برای دوران انقلاب نیست، شاهزاده هم برای دوران گذار هم هیچ کسی دیگه وجود نداره که بتونه خلای قدرت رو در دوران گذار مثل شاهزاده پر بکنه. و اگه کسی میخواد از جمهوری اسلامی بگذریم برای دوران گذار، اگه میخواید اونجا خرطوخر نشه، آشوب نشه، واقعا هیچ کسی دیگه وجود نداره که بتونیم ما رو تو دوران گذار دور هم جمع بکنه و اون هرج و مرج دوران گذار رو کاهش بده. اصلا یه کسی اگه میتونه برای من مثال بزنه که کسی دیگه به غیر از شاهزاده قابلیتی نداره، دوست دارم بشنوم. حالا سوال از من بکن، ولی موقعی که وقت کردی منم از سوال دارم که تو دنبال براندازی هستی یا نه؟ اگه ماجرا اینم اگه تونستی قطعا دنبال براندازی هستم. اما یه سوال ازت دارم آرمین جان. من یه مثال برات میزنم. فرض میکنیم که شما توی مدرسه در ایران داری درس بخونی یا هر جای دیگه، اصلا مهم نیست جاش. شما معدل 14 در اون مدرسه، اما اوریج میانگین معدل در اون مدرسه 10 و 20. شما در اون مدرسه میشی شاگرد اول. آیا به معنی اینه که شما شاگرد خوبی هستی یا تو اون مدرسه شما شاگرد اولی فقط؟ اوکی، من فکر می‌کنم شاهزاده نمرش 19 و 18 است، ولی حتی اگر شما هم درست باشه، شما اگه دنبال براندازی هستی، اگه بقیه نمرشون 10 و یکی نمرش من نمیگم بقیه نمرشون 10 آرمین، من نمیگم بقیه نمرشون 10. من دارم اینو میگم یه مثال زدم. شما گفتی همش بهترین نفتی فلان، بله فرش کردم میتونیم بهش اضافه کنیم، پروژه ققنوس هم اضافه کنیم، ولی همه اینا رو همه رو به قول قدیمی‌ها یه مسئله بود. مادر بزرگ من اگر میگفتی، حالا یا مادر بزرگ شما هم شاید حتما همینطور، خیلی اون قدیمی‌ها بهشون میگفتی فلان 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 فلان، بعد خب کو دنبت میگفتی مثلا نه جون من این کار کردم، مامانی مثلا من این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، اینجوری. بعد نگاه میگم خب کو دنبت. الان من سوالم اینه دوستان، اینو یک مختصر بگم خدمتتون. چی در خصوص ادعای آقای مازیار که میگه کدومبت، ما هم اتفاقا یه مثالی داریم، میگن اگجیا گورتو. خب یعنی نتیجه کار چیه؟ در پاسخ به ایشون باید بگم این سوال اصلا سوال درستی نیست، سوال مناسبی نیست. از همون قدیم هم سوال درستی نبوده. به چه دلیل؟ به این دلیل که نتیجه کار هر فرد فقط با خودش نیست، با خودش بستگی نداره، شرایط جامعه و ساختار قدرت هم در اون دخیله. مثل یک کشاورزی که زمین شخم زده، بعضی پاشیده، ولی وقتی که آب نیاد و دولت نتونه از افغانستان آب بگیره برای زابله، بدبخت چند باری اتفاق افتاده، خوب خشک میشه. یا مثلا یه دانشجویی درس میکنه 5 سال 4 سال بعد دولت اشتغال زایی نمیکنه و بعد نمیتونی بهش بگی آقا نتیجه کار چه، شغل گیر نمیاد دیگه، 5 سال زحمت کشیده. نتیجه کار به یک نفر مربوط نمیشه. بعضی وقتا نتیجه کار وابسته به کلیت جامعه هست که توی زندگی میکنی، یا اون حاکمیت هم هست، یا اطرافیان. نتیجه نهایی یعنی نتیجه گرفتن شرایط واقعی، یعنی اینکه هر کسی که همچین سوالایی مطرح میکنه یا خودشو مسخره میکنه یا فکر میکنه واقعا ما که تو ایرانیم شعورمون سوادمون در حد نیست که بفهمیم آقا کدومبت. این اصلا یه مزخرفی بیش نیست. ادامه بده. یه چیز دیگه باشه. مثلا من بگم رابطه با صحبت اوله، کدوم یکی هستن که مثلا میگن ما نمیخوایم با دنیای امروز ارتباط داشته باشیم و میخوایم در انزوا باشیم؟ کی هستش؟ آقای مازیار میگه کدوم کشوری دوست داره منزوی بشه؟ در صورت آجان
هیچ شخصی از هر کی سوال کنید دوست نداره بره زندان، اما کارهای خاصی یا ناخواسته انجام میده که باید بره زندان. اینی که میگی کی دوست داره از کشورها جدا شه، منزوی شه، هیچ کسی. بله همین میگن هیچ کسی. اما بعضی حکومت‌ها با اقداماتی مثل نقض گسترده حقوق بشر، برنامه‌های هسته‌ای یا حمایت از گروه‌های مسلح، سرکوب داخلی یا تجاوز نظامی طوری عمل کردن که کشورهای دیگه روابطشون رو محدود یا قطع کردن. بنابراین سوال واقعی اینه کدوم کشورها دوست ندارن رابطه داشته باشند؟ باید بپرسی کدوم دولت‌ها با رفتارهاشون مورد تحریم یا محدودیت‌های دیپلماتیک شدن و چرا؟ چند تا از اینا رو من برات بگم. کره شمالی، کوبا، ایران، سوریه، بلاروس، میانمار، اروپا و آمریکا لیست فهرستی دارن که تو برو یه سرچ کوچک کنی تمام تحریماش مشخص شد. مثلا مناطقی از اوکراین، برخی از دولت‌های شکست خورده یا تحت تعقیب، میتونید سرچ کنید. یه سرچ ساده تو گوگل یا چت جی پی تی بهتون همه کشورها رو نشون میده. این که تو میگی که هیچ کشوری دوست نداره منزوی باشه، درست، اما ما در مورد دولت‌ها و تصمیمات سیاسی حرف میزنیم که باعث تحریم و منزوی شدن بین‌المللی میشه، نه تجربیات فردی. میخوای به من بگو که من کی صحبت بکنم؟ الان دارم با اون قسمت اول میگم. خب بعد آخه تو 10 12 13 تا مورد نکاتتو بگو. موقعی که نوبت من شد به من بگو که من از جواب لطفا اینا رو به من پاسخ بده. از اینکه صحبت کردی گفتی الان یکی اینه که خروجی کار ایشون، شما گفتی ایشون باعث اتحاد هستن. میخوام دونه دونه رو اشاره کنم. بعدا صحبت گفتی باعث اتحاد هستن، آدم‌ها رو جمع کردن، هر چیز جایگاه مردمیشون تا به نظر من جایگاه مردمیشون نه تنها بالاتر نرفته، بعد از خیزش مهسا و خارج شدن از همون اتوبوس جایگاه مردمیشون اومد پایین‌تر. دوم اینکه برگشتید گفتید که ایشون باعث اتحاد شدن که اتحاد باعث تفرقه شدن و ما هم که داریم می‌بینیم طرفداران ایشون جز اینکه باعث دوری شدن، یعنی حتی خود من رو ببینید نمونهش اصلا خود من اصلا یه زمانی تو جایگاه حداقل طرفدار اگر مثلا پرپا قرصی چیکار گفت همونه سرتون کنه رعایت صفت‌های آشغال. اگه میگم به تو نمیرسه واقعا همینطوره. شما به جز فحاشی و ناسزا چیز دیگه بلد نیستین، نمیتونین با سند و مدرک حرف بزنین. من نوعی که مدعی آزادی بیان هستم میگم انتقاد آزاده. شما آزادی حتی از خودم انتقاد کنین، ولی انتقاد درست و به جا، نه اینکه فقط برای فحاشی کنین. شما اینقدر جنگل سریعی همه در مقابلتون سکوت کردن، وقتش به خدمت شماها خوب رسید. باید قهوه‌ایتون کرد، باید بالا تا پایینتون یکی کرد. شماها آدمای هرزه‌ای هستید، شما به همه حمله کردید. شبیه دستفروشای ترمینال بمبئی هستی. آخه سیرابی به تو نمیرسه بخوای اسم شاهزاده رو خراب کنی. تو دوران گذار قبول داشتم که مثلا خود من گفتم ما در دوران گذار از وزنه شاهزاده رضا پهلوی استفاده کنیم، این کار انجام و حالا امروز در جایگاه مخالفش قرار گرفتم، چون انقدر که تهدید و انقدر که خراب کنی خودت چرخنده ی عالمی. اون موقع خودم جمهوری اسلامی میلیارد پول خرج کرد پهلوی رو خراب کنه، نتونست. میدونی چرا؟ چون یک چیزو نفهمیدی، پهلوی جاش اینجاست. لمس باشه برای دیگرون ببینن. این که من فقط جاوید شاه بگم، این که من فقط به همه حمله کنم، این که من مشاور رضا پهلوی باشم، صبح بلند باشم به جایی که توییت بزنم برای یکی از مخالفین، برای یکی از افراد جمهوری اسلامی، ولی به یه نفر تو اپوزیسیون مثل مسیح عین‌نژاد یا نرگس محمدی یا هر کس دیگه حمله کنم که این که نشد مبارزه. و این رو دست رو شما خواهید خورد، چون از اون آقای کلیددار گرفته تا بقیه نوکرهای اینا هستن، ملیجک‌های سیاسی شهرک لندن هستن. اگر نه آقای جکسترو، لورد لمن چه نقشی دارن که دوان خودشونو به تهران برسونن که راه حلی پیدا کنن که به اصطلاح ارتباطهای فرهنگی و بازرگانی آغاز کنن. اگر انگلیسی ها به تهران آمدن و شما هنوز در کافه خیلون یا در کافه فوتبال سرگرم هستید، مجددا ناچارید یک قرن این حکومت، این رژیم رو کول کنید. این رو باور داشته باشید. هرگز آمریکایی‌ها پاشون به ایران نرسید، از زمان امیر کبیر نرسید، با اسکروویل نرسید. هرگاه آمریکایی‌ها خواستن بیاین یک اتفاقی رخ داد. حتی زمانی که آقای منصور آمد یک گلوله شلیک شد از طرف همین مؤتلفه و آقای هویدا آمد. چرا؟ اون دولت آمریکایی میخواست به ایران بیاره.
و اجازه ندادن که آمریکایی‌ها بیاین. پس بنابراین حالا دارند میآیند و شما هم که متاسفانه همتون سرگرم این نیست و تحمل رژیمی رو میکنید که حتی در خیابان دهان شما رو بو میکنن، با اسپرماتون کار دارن. تا کنون چنین حکومت فاشیستی و استالینیستی در روی زمین نبوده و این نمونه بارزش است. دلخوری من از اینه که شماها هنوز خودتون رو فریب میدید، گول میزنید که این یکی حکومت اعتدال و توسعه است. آقای هاشمی اگر بیاید، آقای خاتمی بیاید، بهتر خواهد بود. نه، خودتون رو گول نزنید. اینها خواهند آمد و اگر این بار اسپرماتون رو میشمارن، دفعه دیگه تمام سلول های بدن شما رو میشمارن، چون اینها مثل اون هیولاهایی میمونن که در فیلم های هالیوودی میآیند و روح شما رو، جسم شما رو میبلند. اگر باور ندارید منتظر. در واقع این جایگاه رهبری رو به نظرم اینطوری استنباط من اینه که بعد باهاش مذاکره کرد، نگه داشت و حتی از حمایتش در عرصه‌های مختلف بهره گرفت. ستاره ستیزد و شب گریزد و ستاره ستیزد و شب گریزد و تو ایوان. فکر میکنم که لزوماً نباید مردم همیشه توی خیابون‌ها در صحنه تظاهرات و اعتراض کنند. امروز دیگه احتیاجی به این نیست. سالگرد مهسا رو پشت سر گذاشتیم، اما نیازی ندیدیم مردم رو به خیابون‌ها دعوت کنیم. کسانی هم که توی اپوزیشن این روزها دارن مردم رو به خیابون‌ها دعوت میکنن، به عقیده من برای خودنمایی خودشونه، چون واقعا نیازی به حضور مردم امروز توی خیابون نیست. امروز ارتش اسرائیل میتونه کار رو تموم بکنه. ما باید آن کار دیگر رو انجام بدیم که مشغول انجامش هستیم برای تشکیل مجلس. پهلوی پهلوی ستاره ستیزد و شب گریزد و ستاره ستیزد و شب گریزد و تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها. تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها. به هر حال یا اینکه مالیه، یکی میاد میگه آقا من به تو اینقدر پول میدم، آقا اینو برای من اوکیش کن، هر طور شده برو تو کارش بزن و اختلاف ایجاد کن، هر چی میتونی به هر طریق خودت میدونی. و اینا رو هم که میذارم شما ببینید، به خاطر اینکه اگر ندیده باشید بدونید که جریان چی بود. مدرکی که من ارائه میدم باز در پاسخ به هر کدومشون که اشتباه میکنن، ولی اینجا آقای آرمین تو این مناظره خیلی عالی بود. یعنی من دیدم که خیلی مسلط، خیلی آروم، ببینید اصلا تو حرف طرف نمیپره، ولی اون آقا میپره. چرا؟ چون چیزی تو دستش نیست، میخواد مغلطه کنه. حالا این نشانه های مغلطه همینه که وسط حرفتون بپره. وقتی شما آقا قانون نشه، تو دادگاه هم برین همینه، میگه آقا سکوت، حرفاش همه رو که زد، ولی اونجا هم همین جوریه، طرف کم میاره وسط حرف زدن، بعد این رشته تفکر میپره. دوباره که بخواد برگرده، اون چیزایی که دوست داشت و تمرین کرده بود یا میدونست اونا رو نمیتونه بگه. این به نفع طرف مقابل میشه. علتش اینه که وسط حرف میپرن. خب میگه حالا پرید، باز دوباره ادامه میده، نه دیگه نمیتونه مثل اون دفعه اول. نمیدونم من این پولو میگیری و این کارو میکنی. خب و دنبالش مسیح علی نژاد و چرا این که نشد، اشاره مستقیم میکنم با آقای امیر اعتمادی، این که نشد مبارزه خروجی باید یه چیزی باشه که مردمی که داخل ایران هستن ببینن که آقا این آدمه خروجیش این بوده، این مبارزش این بوده. بفهم. اوکی. ببینید اولا مثالای دیگه میذارید از پرشگر و ققنوس و اینا. یه اصطلاح انگلیسی هست میگن راه رسیدن به پیروزی از 1000 تا شکست میزنید. خب شما باید آزمون و خطا بکنید که ببینید چی کار میکنه چی کار نمیکنه. خب شما مثلا یکی از موفق ترین
سیاستمدارای جهان ابراهام لینکن بوده. برین سابقه شکستاشو مقایسه نگاه بکنید، شکست بوده تا اینکه بالاخره به پیروزیاش رسید. شما نمیتونی یه کسی رو انتظار داشته باشی که بیاد امتحان کنه همون چیزی که امتحان کرده روز اول جواب بده. کسی که جرأت امتحان کردن رو داره که خطا بکنه، که از راه خطا پیروزی رو تشخیص بده، این خودش باید تحسین بشه. چرچیل پیروزی رو اینگونه تعریف میکنه: عبور از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن ذوق و شوق. حالا شما ببینید که این آقا رفته زحمت کشیده، شکست خورده در ققنوس یا جای دیگه و این تجربه شده و نمیشه که این رو به عنوان دفاع آقای مازیار تلقی کنی. ببینید وقتی که میاد میگید خروجی چیه، ببینید خروجی که میاد میگید ما خروجی نهایی که در مد نظر ما هست براندازی هست و آوردن یه حکومت سکولار دموکرات با حفظ تمامیت‌های ارشد. خب تا وقتی که به اینجا نرسیم شاهزاده هر کاری بکنه که ما نزدیکتر بشیم به همچین حالتی، مردم میتونن بیان اعتراض بکنن بگن خروجیش کن، چون جمهوری اسلامی هم هنوز سر کار. ببین اینجوری اگه بخوایم نگاه بکنیم همه انقلاب‌ها هر رهبر موفقی که داشته تا روز آخری که برانداز نشده میتونستیم پس بیان بگیم این رهبر به درد نمیخوره تا اینکه بالاخره براندازی بشه. برای براندازی ما باید ببینیم چی لازم داریم. آیا شاهزاده کارایی داره میکنه که ما به اون داریم نزدیکتر میشیم یا نه؟ و اگه نه این ادعا رو نکنید بدون که یک مثال بزنید که چی کار باید میکرد. چون خیلی راحت میتونن بیان ادعا بکنن که شاه کارای لازم رو انجام نداده یا خروجی لازم رو ما نمیبینیم، بعد نمیتونن بیان به ما نشون بدن که کار لازم چی بوده که شاهزاده انجام نداده یا خروجی لازم چی بوده که شما ندیدید و باید میبایستی میدیدید. خب من خروجی که دارم میبینم ما رو داره به اون چیزی که لازم داریم نزدیک‌تر می‌کنه. خب برای اینکه براندازی بشه ما چی احتیاج داریم؟ برای اینکه براندازی بشه ما احتیاج به فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی داریم. خب فشار حداکثری منبعش اینجا میتونم استفاده کنم. من نکاتم از ذهنم میپره. اگه میشه الان میتونی بنویسی که من تموم بکنم یه نوت به نوت بردار که تموم شد. فشاری حداکثری که علیه جمهوری اسلامی هست یا از قدرت‌های خارجیه یا از مردم داخل ایرانه یا از ریزش از خود جمهوری اسلامی که شاهزاده به درستی با اون قدرتی که داره رو هر ستای اینا منور داره. اگه کار دیگه ای رو نکرده به خاطر اینکه قدرتش نداره، سپاه نداره، حکومت نداره، خزانه ملی نداره، بالاخره تنها چیزی که شاهزاده داره میکروفونشه و حمایت ما. یعنی شما بعضی از موقع میبینید شاهزاده یه مسئولیتی داره به خاطر اینکه شاهزاده به غیر از میکروفونش و حمایت ما چیز دیگه ای نداره. با همین حداقل چیزی هم ببینید چه کار، ببین با همین حداقلی هم که شاهزاده داره چیکارا کرد. شاهزاده فشار خارجی رو افزایش داده. ببینید دوستان، یکی از فشارهای حداکثری هم این بود که سفارت ایران رو بستن. سفارت ایران رو بستن، فیلمشو ببینید. خب برگردیم. با اسرائیل، با آمریکا، با سفرهایی که داشته، با رسانه‌های خارجی که صحبت کرده. الان من می‌بینم که چقدر به جای نایاک نفتی داره جاهای مختلف دعوت میشه. من رسانه‌های خارجی رو سال‌هاست که دارم دنبال می‌کنم. نفتی و FDD. من هرس می‌خوردم. من الان 10 ساله که دارم هرس می‌خورم. یه ذره کمتر از 10 ساله که دارم هرس می‌خورم که هر جا متخصص از ایران می‌خواستم بیارن صحبت بکنه همش نایاکیا بودن. الان من دارم می‌بینم که دقیقاً جاهایی رو که قبلا نایاک رو دعوت می‌کردن همش نفتی FDD جاهایی که ظریف میرفت الان داره شاهزاده میره. خب این یه خروجی. برای همین فشار خارجی یکی. خب همین که شاهزاده تو اسرائیل میره، تیمش الان تو اسرائیل رو سفر میکنه. الان اینکه توی اسرائیل انقدر مردم اسرائیل و دولت اسرائیل به جای اینکه تمایل بیشتری داشته باشن به حمایت از تجزیه طلبها و مجاهدین، اومدن حمایتشون رفته بیشتر طرف ملیگراها. این یکی از بزرگترین دستاوردهای شاهزاده بود. این فشار خارجی. حمایت مردمی. الان این دستاورد شاهزاده نبود، تلاش وزیر جهانگردی اسرائیل که خیلی وزیر جهانگردی اسرائیل تمایل داره. شاهزاده خیلی قبل از اون رفت. سفر شاهزاده به اسرائیل بود که همه اینا رو شروع کرد.
سال بعد از خیزش مهسا شاهزاده یک اعتباری داره، یک قدرتی داره، یک کاری کرده که این رو دعوت کردن و دارن جدی گرفته میشه. من خودم بله اعتبار داره، اجازه بدید من جواب سوالو بدم، من جواب سوال شما رو بدم. خب من خودم توی کانال انگلیسیم بیننده اسرائیلی خیلی زیاد دارم. اینها اصلا شاهزاده رو نمیشناختن. الان تو کانال انگلیسی من یک نمونه آماری کوچیکی از فضای اسرائیل میان تو لایو من میگن جاوید شاه. اسرائیل تو لایو من میگن جاوید شاه. این دستاورد شاهزاده است. خب نیروی داخلی الان شما برید نگاه کنید، کسی به اندازه شاهزاده طرح برای گذار نداره، چشم اندازی برای آینده ایران، برای مردم ایران، برای دوران گذار نداره. دفترچه گذار رو برید بخونید، دقیق ترین طرح هست برای دوران گذار تاریخ دنیا سابقه نداشته. تو تاریخ دنیا یک دفترچه، یک طرح به این دقیقی قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه برای دوران گذار ما نداشتیم. الان دیگه دفترچه گارد جاویدان هم اومده، برید نگاه بکنید چقدر با دقت و هوشمندانه نوشته شده. اینم برای فشار داخلی هم شاهزاده با قدرت با تمام محدودیتایی که داره هم حداکثر کارهایی که میشده انجام بده. جایی که من اصلا فکر می‌کردم شاهزاده نمیتونه کاری انجام بده، اومدن یه کارزار گذاشتن برای ریزش از بدن نظام و چقدر خوبه که شاهزاده به درستی فهمیده که مهمترین نیروی براندازی هم همینه و اونجا هم با همه محدودیتایی که داشتن یه کارزار درست کردن که باعث جذب ریزش از بدن نظام میشه. یعنی دقیقاً اون سه تا جایی رو که میشه فشار آورد روی جمهوری اسلامی، شاهزاده با قابلیتایی که داشته اونجا اومده دست گذاشته، به درستی هم دست گذاشته. حالا شما میگید گفتن جاوید شاه نشد مبارزه. من خیلی مشاهده میکنم که نقدایی که به شاهزاده میشه، به جای اینکه شاهزاده کارنامه شاهزاده رو نگاه بکنیم، همش میگم یک سری اقلیت‌هایی از حامیان شاهزاده رو تو فضای مجازی نگاه میکنیم و میایم اونها رو اکثر پادشاهی‌خواها، اکثر حامیان شاهزاده به نظر من کارشون درست، ولی من میدونم که میخواهیم کارهای شاهزاده رو تقلیل بدیم به یک بخشی از حامیاش، مخصوصا اون قسمتیشون که ممکنه طرفدارای عجیب غریبی هم داشته باشن برای قضاوت کردن. آیا کسی پیدا شده تا حالا که سفری بره، اونم چنین سفری با کشور دیگه ای، یه نفر اصلا شما معرفی کنید؟ مسیح النژاد آخه کسیه که تو به عنوان اینکه این بیاد که مجاهدین نیان، جمهوری اسلامی بره، بعد مسیح علی نژاد بیاد. مسیح علی نژاد رو نمیشناسیم ما. مسیح علی نژادی که حدود 830 خورده هزار دلار، تقریبا 1,000,000 دلار فاند میگیره. برای چی؟ بره تو تلویزیون اینترنشنال برای اونا تولید محتوا کنه بر علیه جمهوری اسلامی. خب بر علیه جمهوری اسلامی هم نه، چون خودش صادراتی اصلاح طلبانه، اینو که همه میدونن. تو هم میدونی الان فیلماش، الان تعداد رای در دقیقه هر رقصی داره رقمش بالاتر میره. ما خودمون اینجوری فکر نمی‌کردیم، اصلا فکر نمی‌کردیم مشارکت به این سطح میزان برسه. خوشحالیم انگار مردم احساس خطر رو کردن. نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم بخش مذاکره کردن با رهبری جمهوری اسلامی هست و اینکه در واقع باید با احتیاط بیشتری گروه‌های سیاسی دسته‌بندی‌هایی که کردن باید در واقع این جایگاه رهبری رو به نظرم اینطوری استنباط من اینه که باید باهاش مذاکره کرد، نگه داشت و حتی از حمایتش در عرصه‌های مختلف بهره گرفت. الان دیگه مطمئن هستیم که بالگرد سقوط کرده و در این سقوط کسی هم در زنده نمونده. چرا ما موفق نشدیم؟ هیچ یادمون رفته، مثل اینکه اصلا متوجه نشدیم که این ایران اون ایران زمان شاه نیست. زمان شاه شما یک ایران داشتید، یک شاه، یک کنفدراسیون و مخالفین. این تمامیت صحنه شطرنج سیاسی ایران و جهان بود در اون موقع در درگیر. شما سالهاست مجمع الجزایر ایران دارید. شما نگاه کنید چندین میلیون ایرانی در تمام دنیا پراکنده شدن. اینا جزء همون ایرانن، اکثرا هم به سود رژیم فعالیت میکنن. بنابراین رژیم به خاطر دفاع از اتحاد جماهیر شوروی اسلامی دور خودش خندق کشید
دور خودش لایه‌های به اصطلاح دفاعی تشکیل داد. شما نگاه کنید، هزاران نفر رو فرستاد در همین آمریکا، در اندیشکده‌ها، در دانشگاه‌ها، در رسانه‌ها جا افتادن، همینجور در انگلیس، در اروپا، و هر وقت لازم بود، در واقع مثل فیلم تلفن آقای چارلز برونسون، یک نفر به اینا گفت زمان عمله، همه وارد بازی شدن. شما اگر امروز نگاه کنید، فعالیتی که برای براندازی به گفته خودشون پهلوی سوم وجود داره، برای براندازی رژیم وجود نداره. همه تلاش میکنن که این شاهزاده پهلوی به ایران برنگرده. و اما بریم سراغ مهمون این هفته. هیچ کسی نیست جز کسی که بیشتر از همه مردم ایران صدای توماچ بود. یه زن جوان، شجاع و آگاه مثل خود توماچ. جمهوری اسلامی میدونی کلی هزینه میکنه، پول میده به سایبریا که بریزن تو فضای مجازی خبرهای جعلی درست کنن. همین الانم یهویی میبینیم خبر منتشر کردن که توماچ صالحی بهش عفو داده شد. عجب. خب برای همه ما این خبرهای فیکو منتشر میکنن. چرا؟ برای اینکه فکر منو، فکر شما رو، فکر همه رو از جنایتایی که داره انجام میشه، از باجناق بازیاشون، از راندخالیاشون منحرف بکنن. هر کسی رو که دستگیر میکنن اول از همه میرن کجا؟ سراغ اکانتاش میرن، پسوردش رو زور ازش میگیرن، برای همه کسایی که تو لیست نشستن پیام میذارن. ولی توماچ شجاع، هوشیار و آگاه همه اینا رو پیش بینی کرد، دستشون رو خوند، پسوردا رو داد به کی؟ به بازجو؟ نه خیر، فرستاد بیرون ایران. دست نگین که الان تو این برنامه مهمون منه. بعد از دستگیریش ما از زبان نگین در صفحه توماچ شنیدیم که برای او حکم اعدام صادر کردن و این صفحه بلندترین صدا بود برای اینکه توماچ همچنان با مردمش در ارتباط باشه. برای همین این مصاحبه رو از دست ندید. وقتی هم که تموم شد برید صفحه توماچ رو فالو بکنید تا بشنوید از پسر ایران چه میگه. نگین جان خیلی خوش اومدی برنامه تمام. میدونم که برای تو این روز آسون نیست چون خیلی تو هم تو فشار روحی هستی، ولی لبخند چقدر شبیه لبخند توماچ. مرسی. خودت توضیح بده که چیکار می‌کنی و اصلا چی شد که این صفحه در اختیارت قرار گرفت و چه جوری این صفحات رو بروز می‌کنی از زبان توماچ؟ ببین راستش توی این فضا حرکت کردن همونطور که گفتی خیلی سخت، خیلی راحت نیست. هدف حمله قرار می‌گیری، هدف تحقیق قرار می‌گیری، هدف اخبار فیک قرار می‌گیری و من از همون ابتدا در واقع خودم تصمیم گرفتم که با چهره خودم بیام جلوی. می‌تونستم حالا به عنوان آدم ناشناس فعالیت انجام بدم، به عنوان آدمی که کسی نمی‌شناسه، ولی خب وقتی من دیدم توماچ شجاعانه تو ایران ایستاده و با چهره خودش تو خیابون میره و به مردم میگه حقتون رو بگیرین و قدم زدن تو خیابون برای کسی هیچ جرمی نیست، من تصمیم گرفتم که با چهره خودم بیام و این خودش کمک کرد که خیلی اعتمادی شکل بگیره. و چون من قبلا هم توی توییتر و فضای مجازی جزو طرفدارای توماچ بودم خودم و هستم، برای همین خب خیلی جاها بودیم با هم اسپیس بودیم صحبت کردیم، یه ارتباط دو طرفه‌ای بین من و بقیه طرفدارا همیشه بود و منو میشناخت. برای خودتون دارم میگم رونقی هم و توماچ صالحی هم اینو بگم که خیلی وقتها خیلی کسا رو میگیرن میبرن و حکم اعدام میدن و خیلی اعدام میشن. مثل اونی که صد زباله رو فقط آتش زده بود اعدام شد. یا اون که مثلا اتوبوسی رو آتش زده بود اعدام شد. بعد حالا فکر کن اینا حکم اعدام گرفتن آزاد شدن. این نشون میده که این آدما طرفدار پیدا میکنن خیلی زیاد و گاهی آزادی یک چهره سیاسی نشانه دموکراسی نیست، ابزار مدیریت اعتراض هاست و نظر مایی که تو ایرانیم اینها ابزارن. وقتی که میگه الان وقت دادخواهی نیست، الان باید مطالعه کرد. آقا چه من الان تو دادگاه مشکل دارم، خونم زندگی من رو بردن، 7 ساله که من آوارم، 5-6 سال من آوارم. خب این چجوری میخوای توجیه کنی؟ من فکر میکنم که لزوماً نباید مردم همیشه توی خیابون‌ها در صحنه تظاهرات و اعتراض باشن. امروز دیگه احتیاجی به این نیست. سالگرد مهسا رو پشت سر گذاشتیم، اما نیازی ندیدیم مردم رو به خیابون‌ها دعوت کنیم. کسانی هم که توی اپوزیسیون این روزها دارن مردم رو به خیابون‌ها دعوت میکنن، به عقیده من برای خودنمایی خودشونه، چون واقعا نیازی به حضور مردم امروز توی خیابون برای خودتون دارم میگم. با 4 تا حرف قشنگ سرتون گول نخوره. با 4 تا مثل و تمثال این حرفا گفتن من امروز ممکنه بیام حرفایی بزنم که شما خوشتون بیاد، ولی من مأموری باشم که این کارا رو کردم که بعد سر شما کلاه بذارم. ببینید حکومت دینی در ایران هر کیو میخواست بفرسته بیرون اول زندانش میکرد، براش سر صدا را مینداخت، بعد میفرستدش بیرون. نمونه های این کارا رو خیلی راحت براتون بگم. تهمینه میلانی یادتونه؟ گرفتن زندانش کردن، 15 روز بعد خودش و شوهرش تو فستیوال نیویورک شدن. این دانشجوهای قد و نیم قد که همشون از ته زندان با آقای مهری حرف میزدن،
به این صورت براتون بگم هر کسی که حکومت دینی میخواد معروف کنه، حتی تا خود کاخ سفید هم میبره معروف میکنه. آدم داره که برن به مشاور کاخ سفید بگن مثلا از اکبر گنجی حمایت کن. اکبر گنجی 70 روز هیچی نخورده. مسعود کیمیایی اومده بود به کانادا، میخواست من بکشه به کوبا، اصرارم میکرد من امریکا نمیتونم بیام، میخوام یه فیلم تو کوبا بسازم، تو بیا کوبا منم میام کوبا. همون زمان در ایران یک دادگاهی حکم داد، حکم زندانی مسعود کیمیایی، که بنده قبول کنم که ایشون رو حکومت دنبالشه، ایشون اطلاعاتی نیست، منم نمیخواد ببره کوبا بفروشه، من هم که فکری نباید بکنم. من نرفتم کوبا، گفتم اونجا جا لاتاس، خودت برو. نه فیلمی تو کوبا ساخته شد، نه مسعود کیمیایی رو گرفتن. ببینید اینا سر تا پاشون حقه و حرومزادگیه. مسعود بهنود رو وقتی میخواستن بفرستن اختیار BBC فارسی رو بگیره دستش، زندانش کردن. اول مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. زندگی شماست، فردای شماست. آخونده، آخوند دزده، آخوند دروغگوه، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه، آخوند حقه‌بازه. میخواد آخوند جزغاله توی اون چیز باشه ماره فیضیه، میخواد آیت الله باشه، میخواد آخوندی باشه که فکل کراوات زده. آخوند فکل کراواتی زیاد داریم ما، همشون هم شکر الله اونا رو، همشون دکتر هم هستن. این آخوند بده، اون آخوند خوبه. دروغ میگه. همه آخوندها بدن. گول نخورید. همه حرف من، همه حرکتم فقط برای اینه که این گول رو 2 باره و 3 باره و 10 باره و 20 باره نخورید. اگرم میخواید بخورید خودتون میدونید، برید بخورید. شعار و شعور اینو تو کلتون بکن. نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم بخش مذاکره کردن با رهبری جمهوری اسلامی هست و اینکه در واقع باید با احتیاط بیشتری گروه‌های سیاسی دسته‌بندی‌هایی که کردن باید در واقع این جایگاه رهبری رو به نظرم اینطوری استنباط من اینه که بعد باهاش مذاکره کرد، نگه داشت و حتی از حمایتش در عرصه‌های مختلف بهره گرفت. من فکر کنم اتفاقا برعکس این دفعه رهبری بود که اومد به سمت مردم و گفت حتی اگر مخالف هم هستید میتونید رای بدید در انتخابات شرکت بکنید و این رو محصول اتفاقا ایستادگی آقای موسوی و کروبی برای جنبش سبز و همون بخشی که به نوعی ترک شده بود و در این جامعه بود من میبینم. یعنی اگر جامعه حامیانش که داری میگی وقتی همسرش استوری شروع میکنه مثل سکویی و شرم شالاتان گوه گنده تر دهنشون خوردن. از اونجایی هم که ما متخصص فرو کردن اگزوز با منبعش آدم های حرومزاده‌ای. خب من سوالم اینه، پرسشم اینه، وقتی همچین کسایی رو همسرش رضا پهلوی استوری میکنه اون موقع چی؟ یعنی ببینید نگاه کنید بچه‌ها، من مازیار دقت کن چی شد. من اومدم نشون دادم یک ساختاری، یک طرحی، یک تیمی، یک اتحادی، یک سازماندهی که سابقه نداره قبل از یک انقلاب. سابقه داره. نه یه لحظه اجازه بدید. همین رو من جواب بدم. شما گفتید حامیان ایشون تونستن حامیان ایشون چیزا گفتید. من اصلا مشکل این چیزی که شما گذاشتین چیه؟ من اصلا یادم پهلوی دقیقاً اولا این که همش به یاد استبداد فوش دادن استبداده. که اصلا بیشتر فوش میده. اوکی یعنی من فوشام به مجلس و مدنی میگم. من فوش این برگشته میگه ما هر کسی مقابل رضا پهلوی باشیم. یاسمین پهلوی اومده مگه نیروی نظامی داره یاسمین پهلوی فرستاده دنبال مردم؟ عزیز چرا متوجه چرا گذاشتن علیه چرا ماسمالی می‌کنید؟
این آدم برگشته گفته این آدم یکی از اراذل دوروبر ایشونه که همسر شاهزاده رضا پهلوی خانم یاسمین همیشه ایشون رو استوری میکنه. ایشون برگشته گفته ما اجازه بده. ایشون برمیگرده میگه عزیز من تو وقتی برای دولت کار میکنی، به فرض مثال برای یه جای کار میکنی، تو رفتار تو همه چیز تو یه شناسنامه است، یه آیدنتیفای هستش از اون جایی که داری کار میکنی. بنابراین تو رفتارت و همه سکناتت نوشته میشه پای اون نهادی که تو بارش داری فعالیت میکنی. وقتی ایشون برگشته میگه خونتون رو میریزیم، ما فقط رضا پهلوی رو به عنوان شاه برای ایران میخوایم، نه حتی رئیس جمهور و هر کی از مخالف باشه خونش رو کف خیابون میریزیم، این بوی استبداد میدهد. پاسخ کوتاه و منطقی در مورد استبدادی که آقای مازیار میگفت. شما میگین رضا پهلوی مستبد بود، در حالی که اصلا قدرتی نداره، اصلا در قدرت نیست. استبداد یعنی کسی قدرت داشته باشه و دیگران رو از حق تصمیم گیری محروم کنه. کسی که میگه من فقط به رأی مردم میام و کمک میکنم دوران گذار رو، از اساس نمیتونه مستبد باشه، چون شرط مشروعیت خودش رو از رأی مردم میخواد. بنابراین واژه استبداد در اینجا از نظر سیاسی و منطقی بی‌معناست. این کلمه رو بولد کردی، آی استبداد، آی استبداد. تعریف استبداد آقای مازیار، استبداد یعنی تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروهی بدون نظارت و پاسخگویی و حذف اراده مردم از تصمیمات یا تصمیم گیری. یعنی کسی که خودش رو منبع تصمیم نهایی میبینه و هیچ پیشنهاد یا رأی مردمی نمیتونه جلوشو بگیره، این میگن استبداد. آرمین از اینا از آقای مازیار با سوال میکرد که آیا این زرد قناری، نرگس و اون خانم قومی کلا آیا اینا مستبدن؟ خب بعد اون جواب میده که نه، چون قدرتی دستشون نیست. در نتیجه پهلوی هم قدرتی دستشه. پس اینجا باید البته استادمونن آقای آرمین نوابی، ولی چیزی که من هم یاد گرفتم اینه که وقتی که کسی زیاد سوال میکنه اجازه سوال کردن بهت نمیده، یعنی وقتشو دیگه نداری، وقت تموم میشه، هی سوال میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه یک حمله هست دیگه، به خاطر اینکه تو نتونی حمله کنی، چون به محض اینکه تو حمله کنی اون دیوارا ریخته، چون دیوارا همه اسیریه. خب یه روکش الکیه، برای همین مجبورن همش سوال کنن و تو میتونی اینجوری همیشه پاسخگو نباش. در مقابل هر سوالی که میشه همون سوال رو برگردون به خودش، ببین اون چی میگه. بعد خیلی از سوالا رو نمیتونه ازت بپرسه، همین استبدادو میخواد چی جواب بده. خانم مسیح النژاد و اون یکی دیگه مستبد نیستن. چرا نیستن؟ بعد همون دلایل. خب بعد میگی این دلایل شبیه همین دلیل نیست که به فلانی هم نزدیکه. بله. یا ازش بپرس که آیا چون خودش اعلام کرده من مجاهدم، یک بار گفته من مجاهدم، یک بار گفته من تو کلیپ هست، نه که صدای خالی هم نیست، تو ویدیو هست که عاشق اون رجویه که من گذاشتم براتون دارم میذارم. بعد عاشق رجویه، بعد میگه وقتی که 16 ساعت این سخنرانی میکنه پلک نمیزنه، حرفاشو گوش نکردن، من مجاهدم، من فلانم، پدرم مجاهد بوده و اونم تو جنگی که به ایرانیا تجاوز شده شرکت کرده. گفتم که فامیلش مشخصه، قوم بنی اسد دیگه. بعد شما ببینید که کارایی هم که کرده همشو توضیح میده. و دوما کسانی که داره باشون کار میکنه نزدیک مجاهدینن، مثل نرگس محمدی که پسرش هم جز مجاهدینه و اون گلشیفته پدرش توده‌ای بوده. دیدیم که توی یک مناظره یه صحبت تلویزیونی داشت، این دختر سلیمانی داشت میگفت که زنگ زده به پدرش و تقاضا کرده که پدرش یک جوری بیاره تو کار و عرصه سینما و تحت فشار قرار نگیره. و نوریزاد پسرش مجاهده و چه عشقی هم میکنه با این و اونا هم این چی نمیگن، طرفدار امتضا میکنه استبداد. این که شما دارید میگید، ببین آرمین جان، شما دارید میگید مردم جمع شدن، مردم رو متحد کردن، در حالی که مردم نه تنها متحد نشدن، بسیاری از آدم‌ها دارن وحشت میکنن از استبداد بعدی. الان تو کامنت Oh, sweet mercy. What the heck was that? Dang it all. Hey, who's out there?
همه میگن تریاک نکش، شیره نکش، سیگار نکش، عرق نخور که چی بشه؟ 15 سال بیشتر عمر کنی، 15 سال بیشتر عمر کنی که بشی این. استاد این یعنی ادعا نه استبداد. ادعا میکنیم میکشیم، بلوف میزنه مثلا. ادعاست. با استبداد زمین تا آسمان ها فرق داره. باز اون خمینی بیشرف گجستک نگفت ما میکشیم فلان کنیم، اینها نیومده دارن میگن میکشیم. این شخص رضا پهلوی که الان مطرحه، این مواضعی که اطرافیانش میگیرند خیلیشون خشونت رو نه تنها توجیه که توصیه میکنن، تحمل هیچ نوع تنوع استراتژی که حتی تنوع فکری هم ندارن. یک کلمه میگی لشکریان سایبریشون میریزه آدم ها رو بی‌آبرو میکنن. از کجا میدونی که اینا اطرافیان رضا شاه دوم یا رضا پهلوی هستن؟ میره اطرافیانش تا اونجایی که همیشه 7-8 نفر هستن. این 7-8 نفر من ندیدم به آقای زیدآبادی حمله کنن یا به کسی دیگه حمله کنن. بنابراین ما نمیتونیم یک رهبر سیاسی رو با چیزایی که اطرافیانش میگن مقایسه کنیم. در این صورت هم آقای خامنه‌ای رو با اطرافیانش ببینید چی میگه، آقای جلیلی چی میگه، روزنامه کیهان هر روز بخونید ببینید چی میگه. این فایده هر کسی مسئول کارهای خودشه. مورد همسران کسانی که در طول تاریخ همسران بدی بودن، نلسون ماندلا و وینی ماندلا. ماندلا نماد صلح، آشتی و بخشش بود، اما وینی همسرش بعد از مدتی خشونت کرد و حتی گروه‌های شبه نظامی ساخت و فیلمش حتی ساخته شد که خونه‌های زیادی هم ریخته شد. ماندلا همیشه میگه من دنبال صلحم، ولی وینی جنگ میخواست. ماندلا در تاریخ به عنوان قهرمان صلح موند، نه همسرش. 2 ابراهام لینکلن و مریتا لینکلن. لینکلن رئیس جمهور آمریکا و نماد آزادی بردگان بود، ولی همسرش مری تاد لینکلن روحی متزلزل داشت، بالخرج بود و بارها رفتارهایی داشت که به وجهه او لطمه میزد. با این حال تاریخ لینکلن رو با آزادی بردگان میشناسه، نه با رفتار همسرش. 3 سقراط و همسرش زانتیپه. سقراط فیلسوف معروف آتن بود، نماد عقل و گفتگو و صبر. اما زانتیپه به تندخویی و بدزبونی معروف بود. حتی خود سقراط با طنز میگه که اگر بتونی با زانتیپه زندگی کنی، هر کسی بتونه با زانتیپه زندگی کنه، میتونه با هر انسانی کنار بیاد. تاریخ سقراط رو به خرد و فلسفه میشناسه، نه به بداخلاقی همسرش. 4 لئون تولستوی و سوفیا تولستوی. تولستوی نویسنده معروف روس، نماد اخلاق، ایمان و ساده‌زیستی بود. همسرش سوفیا مخالف عقاید زاهدانه اون بود و ثروت میخواست و بارها بینشون درگیری پیش اومد. با این حال تولستوی به عنوان نماد اخلاق و انسان دوستی ماندگار شد. این که چیز تاریخیه. در تاریخ ارزش انسانها رو بر اساس باور و ارزش خودشون میشناسن، نه رفتار اطرافیانشون. خیلی از بزرگان مثل ماندلا و سقراط همسرانی داشتن که مخالف راهشون بودن، ولی تاریخ قضاوت رو بر اساس منش و هدف خود فرد انجام داده، نه رفتار همسرش. و کسانی که به این چنین مسائلی گره میخورن و این مسائل رو دلیل میشورن برای تخریب یک شخص، به خصوص یک رهبر، واقعا آدمای بیمایه و خالی از سواد سیاسی هستن و خالی دستشون از مدرک بر علیه طرف مقابل. مثل آدمیه که آقا دیدین تو دریا غرق داره میشه، دست به کف دریا میندازه که خودشو نجات بده، یا تو رودخونه طرف میفته به این علفای هرز کناره ها، خودشو حتی اونا رو میگیره که نجات پیدا کنه. یک آدم بی منطق وقتی مناظره میاد همچین حالتی داره. و خود شاهزاده رضا پهلوی
داره وعده میده به سپاهیان که والا پولی که بردید آزاد، جونتون آزاد، پولتون رو بیارید تو مملکت خودتون سرمایه گذاری کنید. یعنی یک سپاهی، یک فرمانده سپاه پولی که دزدیده، اختلاس کرده، از حق مردم ایران بوده، آقای رضا پهلوی داره برمیگرده بهش میگه که پولت آزاد، جونت آزاد. آقای مازیار، توصیه میکنم بهت که قبل از اینکه مناظره بیای حداقلش راجع به مطالبی که میخوای ارائه بدی یه خورده تحقیق کنی و نه آبرو خودتو ببری، نه ما که 10 سال 9 سال 10 سال فالوورت بودیم حرفاتو گوش میکردیم، نه اون کسی که داری ازش دفاع میکنی. جناب عالی گفتی که نباید با قدرت ها تعامل کرد. خب حالا من برات با توجه به این که از قوم بنی اسد هم باید باشی، حداقلش میرفتی و تاریخ همین اعراب رو نگاه میکردی، خلیفه عباسی رو جریانش رو نگاه میکردی و میدیدی که خلیفه عباسی هارون رشید خلیفه عباسی بود که این هارون رشید 2 تا پسر داشت. حدود سالهای 786 تا 809 میلادی این خلیفه بود. 2 تا پسر داشت، یکی بهش امین میگفتن، مادرش زبیده بود، از خاندان اصیل عباسی بود، عرب بود و هارون اون رو ولیعهد اولش کرد و دومی مأمون بود، معروف عبدالله بود، مادرش یک زن ایرانی بود از خراسان به نام مراجل. اون ولیعهد دوم شد و حکومت خراسان رو بهش دادن، ولی اون اولی خیلی قدرتمند بود. امین خلیفه بود، منابع مالی فراوان داشت، ارتش قوی داشت. مأمون نه، مأمون ولیعهد یک منطقه خراسان بود فقط. بعد از مرگ هارون امین که توی بغداد خلیفه شد، تصمیم گرفت که مأمون رو از ولیعهدی خلع کنه. مأمون چیکار کرد؟ اومد و با سردارها و طوایف و دور هم جمع کرد، باشون کنار اومد و خواسته های اونا رو قول داد که برآورده کنه و خلیفه اصلی هم که تو بغداد بود به این ترتیب با سازش با سرداران اومد و لشکری جمع کرد. به هر حال بغداد رو محاصره کرد، امین رو دستگیر کرد و امین کشته شد سال 813 میلادی. در نتیجه مأمون خلیفه شد و درسی که ما میگیریم آقا مازیار، امین لجاجت کرد و با سردارها سازش نکرد، با ملت کنار نیامد، ولی مأمون با عقل سیاسی جلو رفت و با سرداران و مردم خراسان کنار اومد و در نهایت هم اون خلیفه شد. سیاست یعنی این، سازش و تدبیر، نه لجاجت کورکورانه منم. در واقع در سیاست اون کسی میمونه که با عقل و تدبیر با قدرت ها تعامل کنه، نه اینکه بیا لج کنه و تنها بمونه. و در نتیجه این حرفی که تو میگی که اونها میرن اون بالا هست و بعد اون میگه پول دستم، و ببینین اون کسی که اون بالا هست عقل داشته که پول داری اومده، تاریخ مصرف داره حکومت ها و اگر این حکومت بریزه این همه پولی که جمع کرده به دردش نمیخوره. در نتیجه باید با یک کسی که جدید بخواد بیاد سازش کنه. این یک چیز طبیعیه و نه همه، ولی در بسیاری مواقع این ترفند مورد قبوله و همین خود 57 رو نگاه کن، تاریخ رو بخون. این اول که بگم که این مالک خدابختیان رو گوش بده که میگه که 10 سال مورد تقریبا شاید 15-20 سال قبل میگه که بزرگترین اشتباه این چیز آقای پهلوی این بود که این آقای پهلوی توی رسانه ها اعلام کرد که من با هیچ یک از کسانی که در رژیم گذشته کار میکردن با اونا کار میکردن من کار نمیکنم. این بزرگترین اشتباهش بود و ایشون درس گرفته حتما از این جریان که این عملو اینجوری داره صحبت میکنه. و یکی هم این که تاریخ خود ایران هم بخونی، سال 57 تیمور بختیار سازش میکنه با آقای خمینی و دیگر قدرت ها که قرار بوده که جای شاه اون بیاد
جانشین و همکاری میکنه و در نتیجه در نهایت در پایانش وقتی که دخترش میاد به ایران فکر میکنن دختر اون بختیار که کشتنش و دستگیرش میکنن. بعد میگه که من دختر این بختیارم، تیمور بختیارم، و امام خمینی بهش امان میده و زندگیشو میکنه. پس در نتیجه تعامل با نیروهای بالا یه چیز طبیعیه. من خمینی همین مصطفی رو خمینی بود که برای روی کار آوردن تیمور بختیار و کنار زدن شاه یه قیام چیز بکنه، قیام به دست خمینی با چیز فکری نهضت آزادی که در 1340 تشکیل شد، مهندس بازرگان. عجیب نیست که در 1342 اول خرداد 1342 یعنی قبل از قیام، قبل از 15 خرداد، آقای بازرگان اعلامیه داد، نوشته که به زودی اعلان جهاد خواهد داد خمینی. ما که ناسیونالیست نیستیم که رهبر ما مصدق باشه، ما مذهبی هستیم. مذهبیون پیشواشون روحانیه و این پیشوا امروز آیت الله خمینیه و شعار ما این هست الله اکبر خمینی پیروز هست. اول خرداد 1342. یعنی شما دارید این اعلامیه؟ من اعلامیه تهران دارم، ایشون هم دیدن تو جزبه، ایشون یعنی شاه و چاپم کردم، یعنی دارم توی کتابی با همکاری خود رحیم داریم اینها رو که روی تاریخچه جنبش دانشجویی، بله اینا رو داریم میاریم، اینا رو داریم با استناد میکنیم. اینا هم از طریق مصطفی شایان من رسیده بودم. این که بعدها که خمینی به چیز تبعید شد، الان کسانی که باش همکاری میکردن یعنی بودن میدونن، من لازم نیست به شما بگم که روزنامه نهضت رو با چیزا بختیارنا در می آوردن، با تیمور بختیارنا، و همین این شکاف انداخت در میان جبهه ملی که برخی از این جبهه ملی گرایش پیدا کردن به این چیز خمینی که خلاص ما بریم با این جناح هم و در نتیجه برای شروع کردن دفاع کردن از تیمور بختیار. حالا من به شما یه چیزی بگم. بعد از انقلاب دختر آقای تیمور بختیار آمد به ایران. اینو من ارجاع میدم، اگر دروغ میگم شما اینو از آقای مرزبان میتونید بپرسید که پیغام امروز هم به روزنامه‌نگار پیغام امروز که اینجاست. خب او شاهده. وقتی آمد به ایران اینها خیال کردن که این دختر این بختیاره، توی فرودگاه گرفتن و او در فرودگاه اعلان کرد که آقا پدر منه، من دختر تیمور بختیار هستم و ایشون اگه بدونن که من هستم من راه میدن و به دفتر خمینی تلفن کردن و ایشون آزادانه آمدن در داخل ایران. این یک چیزی که اتفاقا با خیلی تعجب این مرزبان که روزنامه‌نگار 40 ساله ایرانه، 40 سال روزنامه‌نگاری داره دست کم، ایشون خلاصه چیزه اینو گفت و اینا و که شاهد غیب چاپ هم کرده این مسئله اگر که اشتباه نکنم یا جای چیز. بعد هم طرفداران آقای اعلامیه آقای منزوی هست که وقتی که میگه که اموال تیمور بختیار دستن که هم همکار خمینی دیگه دست نزنید و چه کنید، و همین مجاهدین میگن که آقای خمینی در اون زمان ما نمیدونیم چرا ولی برگشت و به ما گفت آقا شما به تیمور بختیار فحش ندید، شرط همکاری با من عدم فحش دادن به تیمور بختیار. در اون روزگار شوروی برای اولین بار از شاه و انقلاب شاه ملت و فلا از این حرفات دفاع کرد در مقابل این چیز امریکایی ها که بحثش کردن برای این کودتا. اگر شما یادتون باشه قرارداد ذوباهن 1343 امضا میشه و اولین نزدیکی با شوروی چیز میشه. حالا به غیر از اون آقای خروشچف امریکایی ها اعلام میکنن که این اتفاقا نهضت آزادی خود چاپ کرده که این بومی ترین انقلاب ایران بود. انقلاب ایران باید یه انقلاب مذهبی باشه و این انقلاب اصیل. خروشچف در جوابشون در چی میگه که اگر که قرار بشه در ایران انقلاب بشه این انقلاب سوسیالیستی خواهد شد، برای اینکه مردم من نبود و این انقلاب و این قیام ارتجاعی و وابسته بود. این بحث همینو ترجمه کرده آقای بازرگان تمام این گفتگوها رو و چاپ کرده باز به صورت یک جزوه که در همون سالها در ایران
درآمد و اینا. یعنی میخوام بگم و همین مسئله خمینی یک شکافی انداخت که بعدها گروه‌های از جمله مجاهدین و اینها که با از نهضت آزادی دفاع میکردن در آن زمان و برخواست از نهضت آزادی بودن، شروع کردن از خمینی دفاع کردن و قیام 42 دفاع کردن. طبیعیه. من از روز اولم ایراد گرفتم. شاهزاده رفت در تلویزیون نشست و گفت من هرگز با کسانی که آلوده انقلاب بودن یا آلوده این رژیم بودن همکاری نخواهم کرد. اما وقتی این تیم مشکوک آمد، حداقل نه اون بقیه 4-5 نفر اینها نفوذی بودن، برای همین شکست خوردن. فرشگردی‌ها. اونم فرشگرد نبود، اینا میخواستن چون رنسانس گرفته بود، اینا نمیتونستن بگن ما تیم رنسانسی هستیم. رستاخیز هم که نمیتونستن بگن. ببینید بزرگترین خطر در واقع برای ایرانیان خارج از کشور سلطنت نماها هستند. اوکی؟ اینها با شامورتی بازی اولا اکثر آدم‌های کروبی رو فرستادن خارج. چون یادتون نره برادر کروبی با آمریکایی‌ها در ایران گیت همکاری میکرد. وقتی هم مرد تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشتن ایشان اسرار رو به گور برد. اوکی؟ بنابراین ببینید بازی ها جداست از میل من و شما. اوکی؟ شما میتونید طرفدار شاهزاده باشید، خب هیچ ایراد نه، طرفدارشید، ولی به میل شما بازی ها راه پیدا نمیکنه. برای همین وقتی یک سیندرلایی به نام نور میاد یک مقاله می نویسه و ما احساس میکنیم که جامعه تکون خورد، حمایت میکنیم، ولی وقتی یک سری میان و بازی رو به انحراف میکشن، ببینید اینها اومدن با شاهزاده‌ای که 200-300 هزار لایک می آورد. اوکی؟ اینو که نمیشه انکار کرد. آمدن یک مصاحبه ترتیب دادن، در 5 روز 17,000 نفر نگاه کرد. شما دارید این برگ رو میسوزونید. حالا آقای محسن سازگاراست یا هر کسی یا اون گروه تقاطع یا توانا یا نایا که اصلا تو این بازی ها نیست، نایا یه بازی دیگه یه. بنابراین اگر شما میخواهید برنده بشید اول باید پاکسازی کنید خارج از کشور رو. خارج از کشور یک جمهوری اسلامی در تبعید وجود داره. ببین جناب مازیار، تو اومدی به کسی میخوای سیاست رو یاد بدی که حداقلش 45 سال 6 سال مستقیم توی سیاست بوده و حالا اگه از بچگی حساب بکنیم که تمام عمرش. خب شما من مثلا یه سیستانی هم که اکثرتون هم میگه اینا بی سوادن و حالشون نیست، چند مورد رو بهت یادآوری میکنم قبل از مناظره کمی بری مطالعه کنی و در مورد ادعاهایی که ارائه میدی حداقلش به صورت آکادمیک یک مناظره ای رو انجام بده، نه با فوش و ناسزا. چند نمونه شما واسط میگم. یک، شارل دوگل فرانسه جنگ جهانی دوم، دوگل وقتی که فرانسه در اشغال آلمان بود به لندن فرار کرد و در تبعید دولت فرانسه آزاد رو تشکیل داد، اما برای بازگشت و آزادسازی کشور با بخشی از ژنرال های ارتش فرانسه که در داخل بودند وارد مذاکره و هماهنگ شد. اون با ژنرال ژیرو و حتی برخی نیروهای نظامی وابسته به ویشی دولت همکار با نازی‌ها بودند، سازش موقت کرد تا جلوی جنگ داخلی در فرانسه رو بگیره. نتیجه فرانسه آزاد شد و دوگل رهبر شد و ارتش کشور هم حفظ شد. دومی، نلسون ماندلا آفریقای جنوبی بیش از 27 سال در زندان بود. بعد از آزادی رهبر جنبش آزادی ضد آپارتاید شد. بسیاری از سیاه‌پوستان می‌خواستن ارتش سفیدپوستان رو کامل از بین ببرن، اما ماندلا گفت بدون ارتش و پلیس هیچ کشوری با ثبات نخواهد ماند و اون با ژنرال‌های نظام آپارتاید پشت درهای بسته مذاکره کرد و تضمین داد که پس از انتقال قدرت ارتش و نیروی امنیتی از امنیت برخوردار خواهند بود. نتیجه انتقال قدرت بدون جنگ داخلی انجام شد. جای دوری نریم، آیت الله خمینی سومیش 1357 در ظاهر گفت که ما با نظامیان کاری نداریم، ولی واقعیت تاریخی بر اساس خاطرات مطهری بازرگان، قرنی یزدی اینه که
در ماه‌های آخر رژیم پهلوی کانال‌های ارتباطی پنهان با افسران ارتش برقرار شد، مخصوصاً هما فرها و ارتشی‌ها با طرف انقلابی به تفاهم رسیدن که خونریزی نشه. نتیجه ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و انقلاب بدون جنگ داخلی پیروز شد. 4 آگوستو پینوشه و آلنده. شیلی روند معکوس داشت. چجوری؟ پینوشه ابتدا از نزدیکان آلنده بود و توسط خودش منصوب شد، اما چون آلنده با بخش نظامی مخالف به توافق نرسید و فقط به توده‌ها تکیه کرد، همون ارتش علیه اون کودتا کرد. نتیجه حکومت سقوط کرد. این مثال رو میشه آقای مازیار بهترین مثال جهت نفی افراد در دشمنسازی با ارتشی ها دانست. 5 خوان گوایدو و اپوزیسیون ونزوئلا. گوایدو رهبر مخالفان مادرو در تبعید، عملا در حصر سیاسی بود و با وجود حمایت خارجی بسیار نتونست با فرماندهان داخلی به تفاهم برسه. در نتیجه هیچ تغییری حاصل نشد. در نتیجه نبود تعامل با ارتش باعث شکستش شد. یک رهبر خوب دشمنش رو حذف نمیکنه، جذبش میکنه. و مشخصا اونایی که میگن با نظامی ها حرف نزن یا تاریخ نمیدونن یا دنبال خونریزی هن. سیاست یعنی جلب قدرت، نه این کارش. و در پایان رهبر واقعی اونیه که بلد باشه دشمن دیروز رو به هموطن فرداش تبدیل کنه. اولا حتی 3000 زندانی سیاسی هم در ایران وجود ندارد و در واقع این ادعا هم نمیتوان زندانی سیاسی به شما را برد، زیرا همه آنها تروریست هستند. آنها علنا میگویند که مارکسیست هستند، برخی از آنها میگویند مارکسیست های اسلامی هستند. بنابراین میتوانید حدس بزنید چگونه افرادی هستند. آنها هر کس را که دستشان برسد به قتل میرسانند. با مسلسل و نارنجک دستی به خیابانها میروند و مردم بیگناه را درو میکنند. آنها حتی از کشتن کودکان خردسال هم ابا ندارند. همانطور که گفتم مسئله مخالفان سیاسی در میان نیست. آنها مارکسیست هایی هستند که میدانند در جامعه ما برای آنان جایی نیست، چون نمیتوانند نظر خود را به مردم تحمیل کنند. ما به اقدامات و تدابیری دست زدیم که در پاره موارد حتی پیشرفته تر از برخی کشورهای سوسیالیست اروپای غربی است. آنها چیزی عرضه نمی کنند که مقبول مردم ما باشد. به این سبب است که به اقدامات تروریستی متوسل می شوند. بنابراین می توانید بفهمید که چرا می گویم حتی 3000 نفر هم در زندانهای ما نیستند و این امر حقیقت دارد. یک تروریست نمی تواند بهتر از آنچه که در کشور ما با او رفتار می شود انتظاری داشته باشد. Ayım çünün nimet oldun az oldun Odayım Resulüme bahar oldu yaz oldun Ayım çünün nimet oldun az oldun. خب دوستان لایک و ساب یادتون نره. تا آغاز راند دوم شما رو خدای ایران زمین میسپرم. تا درودی دیگر، بدرود.